من رکوردم زدم. مرسی. بله. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و صبح پنجشنبهتون بخیر باشه و مرسی که دعوت بنده رو پذیرفتید. خیلی خوشحالم بابت این قضیه. خواهش می‌کنم. صدا بنده رو دارید دیگه به خوبی؟ آره همیشه اوکیه؟ لگی چیزی نیستش بچه‌ها؟ بله، نه همه چی اوکی، و من که خوبه. این بک‌گراند منم ببخشید این شکلیه دیگه، خوابگاه. چیه؟ آره آن خوابگاهه. آره با دیواره مزه است، خوابگاه. یکی داره اونجا کار میکنه. آره. آره این اپ فوکس تو دو همچین چیزی، بچه‌ها دارن آها درس آها، میخونن. باریکلا. بله بله. خیلی باحال. آقای قرائت اگه میخواید حالا البته بچه‌ها میشناسنتون چون من لینکدینتون رو کلا برای بچه‌ها فرستاده بودم، ولی خب اگه یک معرفی کلی داشته باشید خیلی خوب میشه. خواهش میکنم. خب من محمد علی ام، محمد علی صدام کن. چشم چشم و حتما مرسی. سلامت باشی قربونت. خیلی خوشحالم اینجام. مرسی که از همه که اومدین. مرسی از تو ابوالفضل که این داستان رو پیش بردی. مخلصیم. خیلی احساس خوبی داره. سلامت باشی. خب من از خودم بخوام بگم، من حدوداً یه 3-4 سال، از آخر میام به اول، 3-4 سالی کانادا بودم. دانشگاه آلبرتا کامپیوتر ساینس داشتم درس میخوندم. یه حدود ارشد گرفتم اونجا. یه حدود 1 سالی کار کردم با یه شرکتی که چت بات های ایالت ماساچوست آمریکا رو پشتیبانی میکرد عملا کار کردم. و بعد از اونم که خب اومدم ایران، و ایرانم دارم همکاران سیستم کار میکنم و حالا پروژه کنارش اگه تایمم اجازه بده. بله بله. قبل از اونم که خب دانشگاه اصفهان بودم و کارشناسی اونجا بودم. و دکتر زمانی نمیدونم هنوز هستن، فکر کنم دیگه نیستن، فکر کنم رفتن. رفته باشن. آره، بله بله. دکتر زمانی بودن و استاد راهنمامون. خیلی تایم خوبی بود و خاطر انگیز بود خلاصه. عالی. آره، سلامت باشی قربانه. من فکر میکنم بهتره از همون دوره کارشناسی شروع بکنیم و از اون اکسپریانس شما استفاده کنیم، چون یادم از همون دوره کارشناسی جزو تاپ های ورودیتون بودید، یعنی تو چه دیجیکالا لطف هم توه. کار کردید، ریسرچ هم فکر میکنم کرده بودید، تو لب ریسرچ اونجا هم بودید. آره، من یه کمی خیلی سعی میکردم همه کاری انجام بدم و اتفاقی که میافتاد این بود که من نزدیک تقریبا میشه گفت یه ترم مونده به اتمام کارشناسی شروع کردم اپلای کردم واسه دانشگاه ها و اینا رو یه کمی بررسی بکنم ببینم شرایط چجوریه، و از اون طرف کارم سعی میکردم هی خودم رو بهبود بدم، هی ببینم یه کاری میتونم پیدا بکنم که مثلا از اصفهان خارج بشم، شرکت های بهتر رو امتحان بکنم، استارتاپ و اینا. و جالبه بگم که من دیجیکالا رو اصلا گوشه ذهنم هم نمیشد که مثلا اینا اصلا رزومه رو ببینن یا اصلا قبول کنن. چرا؟ چون درسته. اون تایم یادمه که یه بیگ بنگی انجام شده بود و اینا رفته بودن از مایکروسافت و این داستانا کامل دات نت گذاشته بودن کنار، رفته بودن سراغ پی اچ پی. بعد من تجربه پی اچ پی اینجوری بودش که مثلا قبلش اندروید دیولپر بودم، بعد رفته بودم پی اچ پی هم یاد گرفته بودم که بک اند اون اپای اندرویدی رو بتونم بنویسم. یعنی خیلی سافت انجینیر عجیب غریبی با پی اچ پی نبود. ولی خب شاید بگم شانس، شاید بگم اون اتفاقی که افتاد یا هر چی، من رفته بودم نمایشگاه الکامپ تهران و اونجا مثلا یه حالتی بودش که رزومه میگرفتن. بعد یه کمی گپ زدیم و اینا گفتن که من اصلا خودم اندروید دیولپر معرفی میکردم و اصلا تو ذهنم نبود که برم سمت وبسایت و حالا اونجا فول استک سافت انجینیر شده بود رولم بعدش. ولی درسته. مثلا صحبتی کردم، میخوام اینو بگم شاید تجربهش جالب باشه از این جهت که شما یه موقعی اصلا نمیدونی یه فرصتی هست یا یه جای خالی وجود داره و تو میتونی اونجا فیت بشی و خودت آماده نمیدونی، ولی صرفا فقط مثلا شانست میگه یا جای درستی قرار میگیری تو اون لحظه. بله. و اینجوری شد که من رفتم و گفتم که آره من مثلا اندروید دیولپرم و این کارا رو کردم و اینها، و اون کسی که رزومه منو دید گفت اوکی خیلی خوبه و اینا. ما یه موقعیت پی اچ پی دیولپر داریم که خیلی هم عجیب غریب نیست به نظرم، مثلا اگه اهل یادگیری و اینا هستی مثلا میتونی اینو امتحان کنی. گفتم خب باشه، من رزومه میفرستم و حالا دیگه اگه مثلا مصاحبه رو قبول شدم خودم هم دوست دارم که مثلا پی اچ پی مقوی کنم. خلاصه این شد و رفتم مصاحبه و حالا یک تریکایی هم داشت دیگه، مثلا خیلی براشون مهم بود که حتما تهران باشی و من اونو هندل کردم. یعنی گفتم آره شما فرض کنید من میام تهران یا مثلا درسم دیگه داره تموم میشه، تقریبا درسمو میتونستم اوکی کنم و همه این مشکلات رو حل کردم و اون داستان پیش بود.
بعد خودتون ریسرچ. اون تایم اصفهانی بودید، یعنی اصفهان زندگی می‌کردید کلا؟ آره من اصلا اصالتا اصفهانی ام و اصفهان بودم. آره اه، هنوزم هستم. آره الانم اصفهان. الان اصفهانید؟ الانم اصفهان. فکر می‌کنم تهران باشید. خود همکاران سیستم کار می‌کردید، فکر می‌کنم تهران باشید الان. آره ها اینم توضیح میدم داستانش چیه. بله. ولی قبلش اگه ریسرچ رو بخوام بگم، ریسرچ هم ببین دکتر زمانی، بذار یکم بی پرده بگم، الان دکتر منجمی اونجا هستن هنوز؟ ایشون هم نیستن، ایشون هم رفتن فکر ایشون هم می‌کنم. نیست. خب ببین من دکتر منجمی رو خیلی دوستش داشتم. حالا یک شخصی بودش برای خودش و خیلی آدم مغروری بود و توی ای آی و هوش مصنوعی یه فرد واقعا میشه گفت یکی از تاپ ترین ها بود. حالا دکتر نعمت بخش و اینها هم اون زمان بودن و من اسما رو میگم، امیدوارم که بشناسین حداقل، خیلی هستن دور بعضی‌هاشون، نعمت نباشه. بخش هستن بله. آره دکتر نعمت بخش از اون با سابقه هایی ان که یه زمانی خب خیلی تاپ بودن، الان شاید به هر حال با توجه به سن و اینا یه کمی جذاب نباشه کار کردن باهاش، طبیعی هم هست. دکتر منجمی یه ویژگی داشتن این وسط بودن، یعنی هم از نظر سنی خیلی اون سن نگذشته بود، هم این که همچنان فعال بودن و اینها، توی هوش مصنوعی خیلی جذاب بود کار کردن با ایشون. من یکی دو بار قرار گذاشتم و مثلا اینجوری بود، خیلی آدم ریلکسی بود. خب حالا به عنوان بدی نمیگیم ما، ولی مثلا کسی بودش که آقا مثلا 10 قرار میذاشت شما 10 میرفتی پشت اتاق، مثلا اون که بود 11 خودش بیاد و بعدم اصلا انگار نه انگار و سلام و چطوری و اینا و یه اخلاق خوب، ولی خب این داستانا هم داشت. بعد من نشستم با خودم فکر کردم، گفتم من کسی رو میخوام که چون خودم هم یکم همین جوری هستم به طور دیفالت، آره خیلی اونجوری گزارش. تربیت نشدم که آن تایم باشه. گفتم که خب من الان یه کسی رو میخوام، یه استاد راهنمایی میخوام سختگیر باشه، خب منو تازه پوش کنه، یعنی یه کسی نباشه که تازه من بگم خب این که دیر میاد منم که ولش کن، یاد یه بهونه میاری مثلا میگیم میشینیم میگیم میخندیم و داستان پیش میره. و اتفاقی افتاد رفتم بهش گفتم که دکتر منجمی من خواستم با شما کار کنم و این حرفا، ولی احساس می‌کنم که اصلا پیش نمیره و نمیتونیم و این حرفا، خیلی تر و تمیز داستان رو کنسل کردم. و دقیقاً حالا اینو دکتر زمانیه که اتاقش یادم باشه تو دانشگاه کامپیوتری که میرفتیم دست چپ اون انتها میشه، دقیقاً رفتم در روبرویی دکتر منجمی دکتر زمانی. آها. حالا این در روبرویی دقیقاً اخلاقی هم این آدما روبروی همن انگار. خب یعنی هر چقدر که دکتر زمانی سختگیره و به نیم فاصله و مثلا حالا ایرادات نگارشی، چیزایی که ممکنه اولویت بقیه نباشه توی لحظه اول که یه متن رو میبینن، ولی دکتر زمانی همه اینا واسش اولویت بود. هر دوتا توی فضای خودشون، به نظر این شخصیت ها اصلا جالبه که مثل هم نباشن، یعنی تیپ های مختلف داریم، این جذابش میکنه. ولی اتفاقی که افتاد دقیقا من از اون ور رفتم اون طرف و به دکتر زمانی گفتم که خب من میخوام پروژه کارشناسی یه کار خیلی خوب انجام بدم که برم اپلای کنم برم خارج از کشور و میدونم که فیلد شما مدل رانده است، خیلی سافر انجینیرینگ طوره و من چیزی که دوست دارم تو ذهنم مثلا حالا یا اندروید دیولپمنت یا چیزای این تیپیه، یا مثلا یه کمی ای آی توش داشته باشه، چون انگار همه اون موقع میدونستیم که این ترند ای آی یه چیزیه که بخوایم نخوایم باید بریم سراغش. و دکتر زمانی خیلی کمک کرد، دکتر شرباف که الان خودشون فکر کنم استاد باشن الان، بله بله. خیلی کمک کرد. یعنی میخوام بگم اون کانکشنی که شما میزنی با اون استاد خیلی مهمه و بعد از اون حتی میتونه کانکشنی که با اون دانشجوهای دکترا و ارشد زده میشه و اون همکاری که شکل میگیره، اینا همه به من کمک کرد عملاً که من بتونم اون ریسرچ هم انجام بدم. یعنی اگر اینها نبودن این پازل شکل نمیگرفت، من واقعا نمیرسیدم که یه مقاله بدم و با اون مقاله بخوام اپلای بکنم و اون مقاله خیلی کمکم کرد. آره این از ریسرچ. بعد اون تایمی که خواستی اپلای بکنی، حالا وسط حرفات، با پیپرت خیلی باعث شد که اپلایت اوکی شه یا نه؟ استاد ببین پیدا من کردی، اپلیکیشن معدلم، فرم پر کردی فقط؟ آره بذار بگم چی شد. ببین دانشگاه آلبرت، حالا کلا دانشگاه آلبرت که هیچی، من خودم اصلا چه شرایطی داشتم. من اولش که اومدم دانشگاه اصفهان اینجوری بودم که مثلا این چه دانشگاهی بود قبول شدم، کاش تهران شده بودم و این خیلی تو ذهنم یه فازی. خب بعد آره بعد همون اول رفتم دکتر فاطمی رو دیدم. خب حالا باز نمیدونم هستن یا نه، امیدوارم هر جا هستن هستن مدیر گروه سلام هم باشه. هستن. آره واقعا انسان راهنمای خیلی خوبی هن. یعنی به نظر من هم استادن هم معلمن. من بهشون گفتم دکتر فاطمی ما یه کمی سردرگم شدیم اومدیم اینجا چیکار کنم، اصلا انگار حس میکنم این دانشگاه خوبی نیست، همش تو ذهنم این بود که تهران قبول میشم و این حرفا. و
دکتر فاطمی گفتش که خب بابا حالا اینجا اصلا اونجوری فکر می‌کنی نیست، بمون حالا اصلا امتحان کن، اینا همش ذهنیت خیلی خوبه که اصلا تو شهر خودت باشی یا این حرف. و در نهایت من گفتش که خب ببین اصلا میتونی اپلای کنی. خب و اگه مثلا نخواستی هم مثلا خیلی احساس کردی چیزه اینجا میتونی تقویت کنی خودتو و اپلای کنی. و یادم یه شخصی بود اسمش یادم نیست متاسفانه، ولی آقای برکتنگ که اصلا مخی بود واسه خودش، یعنی به نظر من یکی از بهترین های دانشکده بود حالا تو اون زمانی که ما بودیم و من آدما رو میشناختم. و فکر کنم من آخرش سر از جایی خیلی خوبی در آورد، مثل حالا مثلا دیپ مایند گوگل و اینجاها و الان فکر کنم آلمانه. آره یه شخص خیلی هم آکادمیک بود و خیلی عاشق ریاضیات و چیزایی که خیلی متمایزش می‌کرد چیزایی بودش که هر کسی سمتش نمیره. بعد اینو برای من مثال زدن که آره اینم داره اپلای میکنه و مثلا اینجوریه و ببین مثلا ما آدمای خاصی هستیم داریم و یعنی یه کمی اون فضایی که آدم از دبیرستان میاد و تو ذهنش اینه که فقط شریف فقط مثلا بهترین جا باید برم و اینها اوکی شد. بعد اتفاقی که افتاد این بود که من با اون فرض اومدم تو دانشگاه و همیشه تو گوشه ذهنم این بودش که من میخوام اپلای کنم و چه چیزی واسه اپلای کردن لازمه و من همه اونا رو سعی کنم هی واسه خودم درست بکنم و یه نیم نگاهی هم به برکتین داشته باشم. بعد آره اتفاقی افتاد اینه که اول شروع کردم ACM رفتن، مسابقه دادن، کانتکست شرکت کردن. من چون یه کمی المپیاد کامپیوتری نبودم، یعنی من یه المپیاد دیگه خوندم، من المپیاد نانو تکنولوژی خوندم، یه چیز جدیدی اومده بود اون تایم. بعد میگفتن که احتمالاً سالی که ما هستیم بهمون سهمیه بده، بعد سهمیه کنکور. بعد مثلا یه چیزی مثلا المپیاد نجوم بود ولی خیلی جدیدتر، مثلا سال 4مش بود که ما داشتیم میرفتیم. و اتفاقی که افتاد این شد که من اونجا دیدم که توی ACMA من دیدم که اونایی که المپیاد کامپیوتری بودن، حالا اگرم حتی مدالی چیزی نداشتن، اونا انگار توی این زمینه خیلی قویان و من سعی کردم خودم رو به یه سطحی برسونم که قابل قبول باشه، یعنی بتونم مثلا توی تیم دانشگاه برم شریف. ولی انگار اونجا که میرفتیم اصلا هیچ شانسی نداشتیم. خب و اونایی که شانس داشتن کسایی بودن که واقعا قبلش 2-3 سال نشسته بودن، کلی الگوریتم کار کرده بودن، دستشون تند بود، اصلا یه ویژگی‌های خاصی می‌خواست. این واسه من جواب نداد، ولی من نمیگم واسه همه جواب نمیده. به نظر من اگه ACM و کانتکست های این تیپی رو کلا جدی بگیره آدم خیلی جذابه و خیلی چیزایی بهت اضافه میکنه که تا آخر عمرت همین الانش هم به درد میخوره و به نظرم همچنان این باید یکی از اولویت‌های آدم باشه، ولی واسه من جواب نداد. من گفتم اوکی من چه کاری میتونم بکنم. من یکی اینه که خیلی علاقه دارم که برم چیزای اپلیکیشن های مختلف رو برم، یعنی کاربرد چیزها رو علمهای مختلف رو توی مثلا حوزه‌های مختلف برم امتحان بکنم. خیلی اهل بازار کار بودم، خیلی دوست داشتم که یه کاری انجام بدم، یه چیزایی واقعی انجام بشه، دوست نداشتم همینجور تو فضای پروژه‌های دانشگاهی بمونم. این باعث شد که من برم یه کمی سابقه کار پیدا کنم. خب یعنی دارم الان چیزایی رو میگم که واسه اپلای کردن مهمه و به من کمک کرد توی اینکه اپلیکیشنم متمایز بشه از دیگران. رفتم سابقه کار پیدا کردم در حین درسم و یه جورایی اینجوری بودم که مثلا میگم و مثلا من خودم دوست داشتم مثلا جاوا رو ادامه بدم. چرا؟ چون به ما توی برنامه‌نویسی پیشرفته جاوا یاد داده بودن. بعد من همین باعث شد که برم اندروید یاد بگیرم. بعد از یه جایی به بعد دیدم که خب اندروید همه چیز نیست، ما نیاز به بک اند داریم، نیاز داریم حالا یه سایتی باشه، یه داشبوردی باشه. یادم اون اوایل خیلی سختم بود که مثلا بگم خب یه زبان جدید باید شروع کنیم، ولی الان دیگه حالا با این داستان وایب کدینگ و LLM و اینها دیگه واقعا این شوخی بیش نیست و به نظرم باید حداقل چند تا زبونو بشه آره هم نوشتش هم خوندش هم مثلا در نهایت بدی یک کدی برات ساخته بشه و اون کدو بتونی ریویو بکنی و اینم به من خیلی باز کمک کرد. و مثلا من اینجوری بودم که وقتی درس دیتابیس رو برداشتم قبلش کلی دیتابیس مثلا داشتم، یعنی کلی کار با دیتابیس کرده بودم. مثلا اونجا واسه دکتر نعمت بخشم اون موقع ایشون بودن جذاب بود و مثلا من شده بودم یه جورایی تی ای خودمون، یعنی شدم تی ای انگار اصلا و یه جور نماینده طور شده بود واسم اون داستان. یعنی میخوام بگم که این تجربه هم خیلی مهم بود. بعد معدلم متاسفانه به خاطر اینکه من یه جایی یه سری درس‌ها رو واقعا نمیتونستم بهشون اهمیتی که داره رو بدم و حالا هم عمومی میشد هم بعضی از این اختصاصیایی که یه کمی مثلا یا جذاب نیست یا مثلا نمیدونم احساس میکنی برقی. حالا زمان ما اینجوری بود که ما خیلی چیزای الکترونیکی رو حال نمیکردیم واقعا و استادای بدی هم داشتیم، یعنی یکی از استادا خیلی وارد با من خوب نساخت. همچنان ما مشکل داریم اینا، همچنان مشکل داریم.
آره بعد خدمت عرض کنم که توی اونا واقعا معدلم خوب نمیشد و من به طور کلی معدلم فکر کنم 16 بود، یعنی معدل خیلی جذابی نیست برای اپلای کردن، مثلا 18 باشی خیلی بهتره. بعد من کاری که کردم، اولین نکته اینه که آقا شما میبرید اینو توی یه اسکیل 4 تایی که اصلا اونو دانشگاه، یعنی اون اسکیلیه که دانشگاه یا حالا کانادا من میگم اونا این اسکیل رو میشناسن و اولیش اینه که این 16 خیلی بهتر دیده میشه. حالا این یه نکته. ولی نکته بعدی اینه که من گفتم خب این 16 رو من چجوری جبران کنم؟ تنها کاری که میتونم بکنم اینه که برم سراغ زبان رو خیلی خوب بگیرم. مثلا بعضیا بدون داشتن مثلا مدرک زبان اپلای میکنن، بعدن کاندیشنال میگیرن و این داستانا، بعدش پیش میره. یه پیام اومد که خب هیچ. بعد اتفاقی که میفته اینه که زبانمو سعی کردم آیلتسمو 7 گرفتم. حالا خیلی خوب نیست ولی با توجه به اون تایمی که ما پسرا داریم و یکم تحت فشاریم سعی کردم بهترین زبانی که میتونم بگیرم و از اون طرف ریسرچ هم خیلی سریع شروع کردم با دکتر زمانی و سعی کردم یه مقاله بدم توی یه جایی که خارجی باشه و ارزشمند باشه. ژورنال نه ولی کنفرانسی. و حالا اولش هدف کنفرانس بود، بعد ژورنالی شد چون ژورنال‌ها یکم طولش میدن. ولی خب کنفرانس چون ددلاین دارن که بعد تو اون تایم کنفرانس برقرار بشه زودتر ریویو میکنن. و خلاصه با این اهداف و این که سعی کردم تو هر کدوم یه مقداری اینا رو ببرم بالا، داستانو پیش بردم و این کمکم کرد. اتفاقی که افتاد اینه که من واسه دانشگاه آلبرتا چیکار کردم. من اولین کاری که کردم اینه که با دکتر زمانی که داشتم کار میکردم یه حالتی بودش که دکتر زمانی بود به عنوان سوپروایزر و یه شخصی از دانشگاه کنکوردیای کانادا که مثلا ما با هم داشتیم این مقاله رو مینوشتیم. من بودم و فکر کنم آقای شرباف بود و اگه اشتباه نکنم همین بودیم، شاید یه نفر دیگه هم اضافه شد. بعد این 4 نفری که داشتیم این مقاله رو مینوشتیم تقریبا کارهای فنیشو که خب من انجام میدادم، نوشتاری هم باز همینطور، ولی اون آقای وهاب همین که اسمش بود توی داستان خیلی به ما کمک میکرد که ما بتونیم و حالا یه کارهایی هم میکرد ولی خیلی کم، در حد ادیتای خیلی مینیمال واقعا. و این بودش که من احساس میکردم که مثلا بعدا من با وهاب میتونم برم و مثلا اونجا ارشدم بخونم، همین کار رو ادامه بدم، مثلا یه جوری کمکم میکنه. و روی اینم بسته بودم. مثلا دانشگاه کنکوردیا هم واسم بد نبود. مثلا گفتم خب دیگه تو داری میری به هر حال کانادا، حالا یه دانشگاهی درست رنگ که مثلا 200 300 فکر کنم دنیاست نمیدونم، ولی حالا بعدم نیست دیگه، خوبه، بعد خیلی هم دردسر نداری و این حرف. قبلش چون ترای کرده بودم می‌دیدم مثلا سخته یا مثلا جواب نمیدن، تو ذهنم اینجوری بود. بعد رفتم و همه چی انجام شد و مثلا مقاله و اینا رو دادیم و تایمی که دیگه می‌خواستم مثلا به دکتر وهاب گفتم و اونم استقبال کرد و گفت بذار ببینم فاند و اینا چجوریه. در نهایت گفتش که ببین من فاندی که میتونم بدم پارشیال فاند و تو مثلا 15000 تا فکر کنم تو ذهنم 15000 تا تو سال، مثلا من تو سال دیگه تو سال به تو ترم که نیست نمیدونم یا تو ترم یا توی سال میتونم بهت بدم و مثلا فول فاندش اگه 3000 تا بود این 15000 تا داشتش به من بده. و من هرچی حساب کردم دیدم خیلی استرس داره واسم که بخوام اینجوری برم شروع کنم و بعد مثلا حالا با توجه به این که تو 15000 تا دیگه فرض کنیم اگه کم داشته باشی بعد اونا رو دیگه حالا یا جایزه بگیری یا مثلا بری کار بکنی، داستان خودش خیلی استرس زا خواهد بود. و من از این گذر کردم، گفتم خب ولش کنیم بیایم با حقیقت روبرو بشیم که ما الان هیچی نداریم، پارتی مارتی جایی، و بعد بریم خودمون رو به جایی که میشناسن احتمالاً معرفی کنیم. اتفاقی افتاده بود تو دانشگاه آلبرتا، ما یک کسی قبل از من رفته بود از ارشد به نام خانم مهسا پناهنده. ایشون از ارشد رفته بود دکترا و دکترا داشت دانشگاه آلبرتا میخوند و دقیقاً هم دانشجوی دکتر زمانی بود. این به من یه حسی داد که شاید تو دانشگاه آلبرتا کسایی باشن که مثلا اسم دکتر زمانی به گوششون خورده باشه. خب خیلی من داشتم محتاط پیش میرفتم، یعنی اون فازی که به همه ایمیل بزنیرم پیش میبردم ولی محتاطانم اینجوری بود. بعد گفتم که خب من بذار ببینم استادی میتونم پیدا کنم این حرفا. رفتم یه استاد اونجا پیدا کردم و که دقیقاً استاد مهسا پناهنده نبود ولی یه کسی بود اصلا جدید اومده بود و دقیقاً دنبال کارهای این تیپی مدل رانده و ای آی و اینترسکشن همه اینا با هم دیگه بودش. با اون ایمیل زدم و برام تسک فرستاد و گفت این مقاله ها رو بخون، این کارو انجام بده، اون دیگه روشی که خودشون دارن و پیش رفتیم و گفتش که من
کمکت میکنم که تو کمیته مثلا تایید بشی. حالا دانشگاه آلبرتا کمیته محور، یعنی اینکه واقعا باید مثلا 5 6 نفر اوکی باشن باهات، ولی حالا یه نفرم میتونه یه کامنت خوب برات بذاره، ولی اون کمیته میتونه رد کنه. درست. و من همچنان خودم خیلی امید نداشتم. بعد تو اون تایمی هم بودش که چیز بود که بنزین رو یهو گرون کردن و شرایط ریخته بود به هم و واقعا همه معترض شده بودن و این حرفا و اینترنت قطع میشد. یعنی من اصلا یکی از مصاحبه هامو با اون بنده خدایی که می‌خواستم، خانم سارا نادی بود، حالا اسما رو میگم شاید کمکتون کنه، مثلا بعدا خواستیم کسی ایمیل بزنه. سارا نادی بود اون استاده و اون چیز شد، اصلا یکی از چیزاشو بگم نتونستم برم و بعد مثلا 10 روز بعد بهش ایمیل دادم ببخشید ما کلا تو بی اینترنتی بودیم یه چیزایی آره. بعد اتفاقی که افتاد اینه که اون منو قبول کرد، ولی حالا یه چیز جالب‌تر بعد اتفاق افتاد. خوردیم به کرونا. خب بعد خوردیم به کرونا و گفتم که بعد نیومده بودم اصلا هنوز خیلی از چیزها، این مثلا من اون پاسپورت و اینا هم دستم نرسیده بود، ترم داشت شروع میشد. بعد به سارا نادی ایمیل زدم که مثلا ما الان پروازا اصلا معلوم نیست چیه، اینور اون داستان مدرکه هنوز نیومده، من الان بخوام مثلا مثلا برای یه هفته دیگه بلیط بگیرم، حالا مثلا بیادم همه چی پاسپورت و این داستانا رو بتونم بگیرم، مثلا پرواز خیلی راحت نیست و این حرفا و لطفا منو دیفر کنید و مثلا بذارید من با آرامش ترم بعد بیام مثلا ببینم مثلا کانادا چیه، دو تا چیز بخرم بعد ترم شروع شه. خلاص باشه حله و اینا. ما رفتیم ترم بعد که دیفر کردم به ترم بعد سارا نادی پیام داد که چیزه، همچنان کرونا ادامه داشت و پیام داد که من یه کمی سختمه، دارم دیر میگیرم تو، مثلا پروژه ها داره از دستم در میره و اینا و حالا بیا کانادا بعد با هم حرف میزنیم. خب همین، یعنی نگفتم نه، فقط کمی 50-50 کرد داستان. درسته. بعد همون ترم دوباره دانشگاه گفتش که آقا میخواین دیفر کنین یا میتونینم بیاین شرکت کنین، میتونینم آنلاین شرکت کنین، یعنی دوباره دانشگاه به همه یه آپشن داد. بعد من گفتم که خب دیفر بکنم دیگه داره خیلی گپ میفته و مثلا اینجوری هم استادا انگار دارن هی ترجیحشون میره به اونایی که اونجا هستن حضوری کار کنن و مثلا جذاب نیست. من آنلاین شروع کردم ولی همچنان نرفتم چون واقعا کرونا همچنان اثرش زیاد بود و اصلا یه جوری بودش، یعنی اونایی هم که کانادا بودن میگفتن وای ما گیر افتادیم انگار. بعد خدمت بگم که من رفتم اونجا، اتفاقی افتاد سارا نادی گفت من دیگه پر شده داستانم و مثلا اون ظرفیت وجود نداره و مثلا به استادای دیگه بگم و ببین بقیه چجوریه. بعد من رفتم بقیه یه استادا و یه استاد بهتر خلاصه یک دکتری به اسم اسمار زایان، یه همچین اسم و فامیلی داره، پیدا شدش که دایرکتور ایمی بود و اصلا خیلی خوب بود. یعنی من خیلی تو کف ایمی بودم کلا. میدونی که چند تا ای آی لب هست تو کانادا، اینا خیلی اسم و رسم دارن، حالا در ظاهر وقتی بری ببینی میبینی خیلی هم چیز عجیب غریبی نیستش، ولی اسم و رسمشون واقعا بالاست و آدمای خوب و خیلی تاپی توشون بودن یا قبلا بودن یا هنوز هستن و اینها. بعد نیستن خلاصه. بعد یکیشون ایمیه، یکیشون وکتوره توی تورنتو، ایمی یکیشون گفتی؟ ایمی ام دابل آی یا یه دونه آی، بزنم خودم ام دابل آی فکر کنم. خب اینترنت هم چقدر بد شد. خلاصه بعد الان برام پیداش کردم. آلبرت آره ایمی ای ام دابل آی. آره. خب یکی ایمیه، بذار اینجوری بنویسم اینجا، یکی وکتوره، یکی هم یه جایی توی چیز سمت کبک و ایناه، حالا اونم یادم نیست ولی میگم اگه یادم اومد. جدیدن یه چیزایی واقعا یادم نمیاد. و اونجا میلا یادم اومد، میلا. اینا بهترین آزمایشگاه‌هایی هستن که شما وقتی بخوای هوش مصنوعی کار کنی اصلا پروژه خوبا رو میدن به اینا و استادایی که توی اینا باشن خیلی خوبن و جزء مثلا اونایی که لایف لانگ نمیدونم مثلا چیز دارن، اسکالرشیپ دارن، طرف تو زنده است بهش پول میدن به خاطر مثلا یه حرکتی که زده و اینجوری. خلاص بعد استاد من شد عثمان زایان و پروژه‌ام شد پروژه NLP و چت بات و این چیزا و من اصلا قبل از اینکه این فضای چت جی پی تی و اینا شروع بشه من شانسی رفتم سمت چت بات
و اصلا NLP و این چیزا باش آشنا شد. تقریبا چه سالی و بود؟ اگه اشتباه نکنم 2022 بود داره. 20 ببین من 2020 ترممو شروع میکنم خب و مثلا 2021 دارم استاد پیدا میکنم دیگه، 2021 تقریبا اون فضا که ما مثلا آها با رازو فریم ورک و امبدینگ ها و T5 و مثلا با این چیزا داشتیم یه درسته. کارایی میکردیم. مثلا جنریشنی اگه می‌خواستیم تست بکنیم مثلا میگفتیم خب یه مثلا یه GPT-2 بود اون موقع، مثلا چت جی آره پی تی هم اون هست. موقع هنوز خیلی ترند نشده بود چت بات ها داخل حداقل ایران. آره اصلا یه اصلا اونجا تو کانادا هم واقعا همین جوری بود، یعنی همچنان همه چیز مثلا چت بات ها رو اگه بخوایم نسل بندی کنیم مثلا اینا اینتنت دیتکشن تور بودن، خب یا اسلات فیلینگ مثلا چت بات بودن، حالا بعد اسمای مختلف دارن ولی اینا یه سری اسلات داشتن، اینا رو بعد پر می‌کردی و مثلا سعی می‌کردی تو دیالوگا مثلا اینقدر بهش اگزمپل بدی که تو دیالوگا بتونه اون فضای خالی رو دیتکت بکنه که مثلا این کسی که داره صحبت میکنه مشکلش چیه، کشورش چیه، مثلا نمیدونم سنش مثلا یانگ، نمیدونم درست. اولده. تو اون فضا بود و اینها. بعد حالا یکم خودم میگم، باز اگه سوالی داری بگو یا اینکه میخوای تو سوالتو بپرس. بچه هم نپرس. سال خاصی هنوز نپرسن چون خیلی خوب داری کامل همه چی رو توضیح میدی. و فقط آره یکی از بچه گفته ورودی چه سالی بودید و ورودی 93. 94 93 بودید. آره فکرم 94 بوده. از قدیمی های دانشگاه اصفهان هستن. آره بله. اه، خلاص. آقای شفیعی هم میگه من خیلی سوال دارم حالا اگه خواستید بذارید من بهشون اکسپت بدم که اگه خواستن میک باز کنم. آره آره درست دادم یا اشتباه رحیم دادم. شفیعی. بچه اگه خواستید میک باز کنید حتما داخل چت رو بهم بگید که من بهتون دسترسی بدم. من که همینجا می نویسم حل دمتم گرم. نه خوب. آیس چطوری گرفتید؟ رفرنس ها رو خوندید یا کلاس رفتید؟ آیلسا رو من کاری که کردم این بود که من تقریبا 6 ماه وقت داشتم و قبلش کاری که میکردم اینجوری بودش که خب من از این کلاس‌های گویش و اینا رو من خب میرفتم، یعنی صفر نبودم. اگه کسی صفر باشه به نظرم واقعا 2 سال 1 سال قشنگ وقت بذاره خیلی بهتره. بعد من رفرنس ها رو خوندم، کلاس هم رفتم ولی کلاس خصوصی خیلی برام جذاب نبود، یعنی سعی می‌کردم یه کلاس‌های نیمه خصوصی برم که هم نظر قیمت و هم این که کلا آیلتس به نظر من اینجوریه، حالا اینو من خیلی برعکسش هم شنیدم، به نظر من آیلتس اینجوریه که شما مثلا یه پایه مثلا زبانی داری، خب بعد بله. برین یه دونه ماک آیلتس کلا بدی خوبه، خب بعد مثلا میبینی که خب آقا من همینجوری دارم مینویسم واسه خودم، هم همینجوری میگم این یه خط خطی میکنه سرم پایینه واسه اینه. بعد آره بعد مثلا اتفاقی که میفته اینه که تو میگی که آقا من آیلتسمو میرم میرم یه آیلتس میدم ببینم مثلا فضای آزمون چیه، خب بعد با فضاش آشنا میشید، خب بعد حالا میفهمی که خب اوکی من 4 تا مثلا اسکیل دارم، این 4 تا اسکیلم اینجوریه با این شرایط با این سرعت با این فضای، حالا الانم که کامپیوتری شده شاید مثلا اصلا یه چیز دیگه باشه با اون تصور آدم بیشتر فرق میکنه. خب من این 4 تا اسکیل رو میخوام برم توش نمره خوب بگیرم و یه زمان محدودی دارن قاعدتا، حالا بعضی‌ها هستن زمانشون بازتره زودتر به این فکر میافتن ولی به هر حال کنار درس دیگه، یعنی یه کار دومی. من واسه این آیلتس باید یه راهی رو پیدا بکنم که بتونم مثلا تو 6 ماه تو 7 ماه یه آیلتس خوبی مثلا 7 7 و نیمی برای خودم بگیرم. حالا بشینم فکر کنم که خب اون 4 تا اسکیل چه اسکیلاییه چه جوریه، برای هر کدوم از اونها کلاس برم. من خودم کاری که کردم اینه که اول یه دونه کلاس جنرال رفتم که همه اینا رو یه کمی از همش یاد میداد و کل آیلتس رو میگفت و این حرفا، ولی از یه جایی به بعد دیگه خودم شروع کردم یا کلاس تسک اسپسیفیک مثلا رفتم یا اینکه خودم نشستم کتابا و چیزایی که واسه اون تسک بود و مثلا خوندم. حالا یه چیز جالب بگم، مثلا من لیسنینگم به طرز عجیبی دیدم لیسنینگام خوبه، بعد رفتم یه کتاب گرفتم لیسنینگ برقی که اصلا آقای برقی خودش اصفهانیه، یعنی اصفهان و خودش کلاس هم داره کلاس آیلتس. بعد من کلاس آیلتس های آقای برقی اصلا نرفتم ولی هیچی اصلا فقط این کتاب لیسنینگ رو من گرفتم و به همه میگم اینو، میگم این کتاب واقعا معجزه میکنه، انگار که تموم چیزهایی که ممکنه توی آزمون بیاد و تو یه بار میبینی وقتی اون کتاب از 0 تا 100 بزنی یه بار میشنویش. و اگه واقعا این کتاب رو یه بار آدم بخونتش اگه بره آیلتس بده 7 و نیم 8 رو راحت میتونه تو آزمون نهایی بگیره
مثلا بعضی موقع بعضی تسکا براتون اینجوری میشه، یا مثلا ریدینگتون یهو میبینید اوه من خیلی ریدینگم داره خوب میشه، خب پس اوکی برم مثلا یه چیز دیگر بخونم. یه کمی تسک محور و اون کلاسای کلی رو من خیلی جذاب نمیدونم، ولی اولش اون کلاس کلی ها خیلی کمک میکنه که بیاین اصلا ببینید آیس چیه. واسه همین من این کارو میکنم، ولی به نظرم یه ترکیبی از خودخوان و یه کلاس میتونه افیشنت ترین حالت باشه. آها. بعد یه سوال، به کلی چند موضوع آیس وقت گذاشتی؟ ببین من فکر کنم 6 7 ماه وقت گذاشتم، حالا شاید هم دارم کم میگم یعنی یهو مثلا 9 ماه گذاشتم. قبلا بیسشو داشتی؟ یه ذره میخونه، قبلش از این کلاسای هیچ وقت تموم نشوی گویش و اینا رو میرفتم. دیدی مثلا آره. همیشه یه کلاس بعد ترم بعدی وجود داره. آره. یکی از بچه‌هام پرسیده که رودمپ خاصی میتونید معرفی کنید برای کسایی که میخوان از سمت چت بات برنامه‌نویس آره پایتون بودن، تو حوزه دیتا قبلا کار کرده بودن. یکی هم پرسیده قبلش استاد ایرانی بهتر یا خارجی، اون آره هیچش آره. همون چیز کرد، چی میگن هی تو ذهنم رفت رو مخ، خیلی بستگی اونو بگم داره. بعد میام سراغ این. آره. آره به نظرم نمیشه گفت که ایرانی یا خارجی، به هر چی ایرانی باشه که اونجا بیشتر مونده، بیشتر اونجا زندگی کرده باشه، خیلی دیگه اخلاقش با خارجی ها فرق نمیکنه. ولی به نظر من بیشتر دنبال این باشین که با خارجی ها کار کنید، با آدمای جدید کار کنید، با تاپا کار کنید. یعنی اگه مثلا داری ایرانی انتخاب میکنی که آسون تر باشه، که مثلا یه جایی یه کمکی بکنه و اینها، اون انتظار درست نیست. اتفاقا ایرانی ها یه کمی سختگیرتر هم هستن، مخصوصا اولش که میان اونجا خیلی سختگیرترن، ولی آروم آروم مثلا فضا که دست میاد و اینا یه کمی چیزه. ولی اتفاقی که میفته کلا اینه که چه اینجا چه اونجا استادا خیلی کار خاصی انجام نمیدن، یعنی این هستش و خیلی تلاش محوره. حالا یه چیزی که بگم از دانشجوی ایرانی و دانشجوی خارجی اونجا چه کار میکنه. من اونجا که رفتم نمونه هایی دیدم که اصلا توی مخیلم نمیگنجید. یعنی ما یه کسی رو داشتیم که نسل دوم مهاجرت بود، مثلا پدر مادرش مهاجرت کرده بودن، این اونجا به دنیا اومده بود و پاکستانی بودن اصالتا. حالا بگیم این آدم از همه کسایی که تو گروه رئیس بود و مثلا پستاک بود و مثلا یه جوری میشه گفت ریسرچی که ما داشتیم انجام میدادیم، مثلا 10 نفر توش کار میکردن، این همه رو داشت مدیریت میکرد. این شخصی که داشت مدیریت میکرد از همه ماها داشت بیشتر کار میکرد و بیشتر وقت میگذاشت. یعنی اگه مثلا میدید وقت خالی داره میرفت و میگه خب یه مقاله انگار میرسیم انجام بدیم، خب یه مقاله هم اضافه کنیم، نمیدونم فلان جلسه رو با فلان کس بذاریم. بعد همه این کارا رو که انجام داد، یه روز بلند شد جلوی دوربین شکمش رو نشون داد، گفت بچه‌ها من باردارم هستم و مثلا یه ماه دیگه دارم بچه‌ام به دنیا میارم، من مثلا میرم یه لیوی حالا میگیرم، اونا ماترنیتی لیو که مثلا به عنوان پرنت اون چیز و جایگاهشون هم حفظ میشه. یعنی اینا بعد از اینکه زایمانشون رو انجام دادن و یه تایمی هم استراحت کردن، مثلا 1-2 ماه بعدش میتونن دقیقاً عیناً برگردن همون جایی که بودن. و گفتش که آره من مثلا اصلا باردار بودم و ما اصلا هیچ حسی نداشتیم که اصلا این زن اصلا بارداره، اصلا انگار داره کار دیگه میکنه، اصلا هیچ. یعنی یه آدم فوق العاده تلاشگر و فوق العاده فعال. حالا همین توی مثلا همکلاسیای منم خیلی تکرار میشد و من میدیدم که دانشجوی خارجی، مخصوصا اون خارجیایی که مثلا مهاجر نباشن دیگه، خب یا مثلا مهاجر نزدیک باشن، مثلا از آمریکا اومده کسی کانادا داره میخونه، از اروپا اومده، اونا واقعا یه جور دیگه ای تلاش میکردن. و این به نظرم میتونه یه کمی برای ما هم چیز باشه که اگه مثلا انتخاب میکنی بری ارشد، با جون و دل باید ارشد رو بخونی، واقعا باید براش وقت بذاری. و خب ببین وقتی مثلا دانشگاه خوب میشه، مثال میگم حالا خوبم نه عالیه MIT که نیست، ولی به هر حال همون MITش هم که در نظر بگیریم، واقعا MIT میطلبه که مثلا تو آخر هفته ها قشنگ بشینی وقت بذاری. خیلی دیگه اون لایف بالانس و استادی لایف بالانس، حالا بگم اون استادی لایف بالانس خیلی دیگه وجود نداره و اینا رو باید بپذیریم. و استادا هم کلا همون فازو دارن. حالا استادای قوی وجود دارن که خیلی اون خطایی که میدن، اون مسیری که مشخص کنن خوب باشه، ولی همچنان خیلی از کارا رو باید خودت انجام بدی. حالا اونجا مثلا کشور عوض میشه، همچنان آدم چالش‌های دیگه هم داره درسته. و کمی سخت. این در تو استاد برنامه‌نویس پایتون حوزه دیتا
بورس کار کردم، ولی اسم بورس ایران رو ببری بزنن تو اینا، آره میفهمم چی میگی. آره مخصوصا با اون چه ضررهای یکی از عجیبی که دوستان بود. 41% ضرر کرده تو بورس. آره درست میگم؟ آره آره یه چند ده میلیونی از دست داده. چند نه کاملا طبیعیه. هممون یه تایمی واقعا استخدام شدم اینها. میخوام تو همین حوزه دیتا برم سمت چت بات ها. میشه راهنمایی کنی که رودمپ من چی هست و باید چیکار کنم؟ من واقعا شاید ندونم رودمپ تو چی باشه، چون که شاید جذاب، یعنی به نظر من چت بات رو حتما یاد بگیر و مثلا LLM و این داستانا رو باید بریم سمتش. ولی حالا اینکه دقیقاً رودمپ کسی که توی اون فضا میخواد کار بکنه، من خودم کار نکردم توی چیزای فایننس و این حوزه فایننس و این داستانا. ولی چت بات رو اگه بخوام بگم، ببین یه چیزی که هستش اینه که شما باید هی بری چیز جدید یاد بگیری. خب کاری که باید بکنی انگار اینه، اولا که از این انیتن و این داستانا فاصله بگیری. خب همه چیز رو سعی کنین کدش رو یه ذره یاد بگیرین، چه جوری داره کار میکنه، چه جوری من اصلا میتونم یه همچین چیزی بنویسم. یعنی حتی اگه لنگ چین هم استفاده میکنی، همون هم میتونی باز دوباره بری خیلی های لول استفاده بکنی، میتونه خیلی لو لول استفاده بکنی، در حد یه مثلا رپر رو ریکوست باشه. من پیشنهادی که خودم میدم، الان من خیلی ما توی همکاران سیستم خیلی مصاحبه میکنیم، خیلی افراد رو میخوایم بگیریم و اینا. چیزی که من نقطه ضعفی که الان توی بچه‌ها میبینم و کسایی که میان رزومه میفرستن، حالا اونجوری بگم رودمپ شاید نتونم بگم به اون صورت، به نظر من نقطه ضعفایی که هستش، یکی اینه که اون پشت داستان رو خیلی اطلاع ندارن چه اتفاقی داره میفته. یعنی اون یعنی خیلی حتی خوب کار کردن، پروژه های خوبی هم دارن، خب ولی مثلا شما بهش میگی که خب چرا الان داری مثلا این کارو میکنی، چرا داری مثلا از فلان تکنولوژی استفاده میکنی، چرا یه چیز دیگر رو امتحان نکردی، چرا مثلا اینو اینجوری ننوشتی. اون جایی که سوالا یه کمی میره توی گلایه عقب‌تر، اون دلیلا رو نمیدونه. این به نظرم خیلی کمک میکنه که شما متمایز بشین، چون ما الان واقعا من یه چیز غیر از تمایز یافتگی مهم. خب یعنی اینکه مثلا یه لغت روانشناسانه است، یعنی اصلا کسایی که تمایز یافته هن اصلا آدمای خوبی هن، مثلا بهترینن مثلا انگار. خب و این تمایز یافتگی توی کار میشه همین که آقا من وقتی که همه دارن فقط از LLM استفاده میکنن یا فقط اسمش رو شنیدن، من بلد باشم باهاش خوب کد بزنم، بلد باشم باهاش بفهممش کجا چی کار میکنه، مثلا با LLM های مختلف کار کرده باشم، امبدینگ ها رو بشناسم، نمیدونم دیکودر اینکودر بفهمم چیه، ری رنکر چیه، اصلا کیودرانت چیه، کروما چیه، نمیدونم اون یکی چیه، اصلا VV8 برای کجا استفاده میشه، میدونی. و مسائل سافتور انجینیرینگ و مسائل اسکیلبیلیتی. یعنی به نظر من اگه کسی باشه که اسکیلبیلیتی رو بتونه خوب بفهمه و مثلا بدونه که آقا من این روش که دارم استفاده میکنم یه کجاها به مشکل میتونه بخوره، اگه بخوام اسکیلش بکنم باید چی کار بکنم، و پشت این داستانا رو خوب بلد باشه، یعنی بدونه که داره چه اتفاقی داره میفته و وقتی هم که یه کدی به ازش میخوای یا یه کدی بهش میدی هم بتونه اون رو خوب پیاده سازی بکنه، بتونه خوب بفهمتش. چون الان کدایی که هستش تو شرکت ها واقعا کدای پیچیده ایه. یعنی اینجوری نیستش که شما بگی که خب من یه LLM کال دارم و چت بات عملاً همینه، اصلا این نیست. چون اون کسی که داره یه دونه یه ارزش افزوده‌ای روی LLM ها عملاً ارائه میده، اگه اون ارزش افزودهش در حد یه پرامپت باشه، ممکنه یه هفته دیگه ارزش افزودهش رو از دست بده. واسه همین الان شرکت‌ها درگیرن سر اینکه خب ما بیایم تا میتونیم چیزا رو مثلا لوکالایز بکنیم، تا میتونیم سرعت رو ماکسیمایز کنیم، تا میتونیم مثلا پرامپتر رو بهبود بدیم. بعد پرامپتر رو بهبود دادیم، حالا ببینیم حالا چه تکنیکایی اصلا هست. انقدر تکنیک هست که شما از همون LLM بتونی مثلا توکنات رو مینیمایز کنی که میخوای استفاده بکنی، نمیدونم روش های مختلف. اصلا بعد توی تحلیلش، خب یعنی خیلی اصلا تحلیل رو کلا در نظر نمیگیرن که خب اوکی من یه LLM ساخت، یه LLM بیس اپلیکیشن ساختم، حالا اینو دارم مثلا چی جوری تحلیل میکنم کارشو، مثلا داره چی کار میکنه، اصلا خوبه بده تو پروداکشن، اینو میخوام چی جوری بهش نمره بدم. به نظر من این مسائل اسکیلبیلیتی و سافر انجینیرینگ هم همچنان مهمه، اون ACM همچنان مهمه که یه کدی ننویسی که مثلا پس فردا طرف یه فور توش میبینه میگه خب این چرا مثلا یه فور رو 2 بار نوشته، خب دوتا رو یکی میکرد، یا نمیدونم چرا اینجوری نوشته این داستانو. چیزای این تیپی خیلی همچنان مهمه و به نظرم خیلی کمک میکنه. و کلا خوبیه LLM اینه که الان میتونی یه دونه API کی بگیری و باهاش مثلا هی پروژه بزنی، هی تست بکنی. به نظر این کارو بکن، خیلی خوب.
الان خودتون داخل همکاران سیستم مدلایی که دارید رو مثلا لوکال دیپلوی کردید یا نه؟ ما از الان تمام مدل‌ها لوکالن، یعنی اه؟ همه مدل‌ها رو داریم سرو می‌کنیم. آره، یه هزینه زیادی هم کردن، چند تا H100 و A100 خریدن و همه چی لوکال داره انجام میشه. بس خیلی خوبه. و مثلا فکر کنم تو ایران فکر کنم مایم و MCI باشه و یکی دو تا شرکت دیگه، فکر کنم دیوار و اینا هم دارن یه کارای این تیپی میکنن. ولی آره. خب مثلا کلا الان اپلیکیشن های LLM و مثلا های چیزایی که مرتبط با ایمیج پروسسینگ و وایس و اینها باشه الان خیلی جذاب. یعنی ما الان مثلا یکی از محصولایی که داریم برای QC کردن تماسا هستش، مثلا این چیزیه که مثلا دیوارم دنبالشه و داریم مثلا با همدیگه همکاری میکنیم که مثلا به دیوارم اینو بتونیم ارائهش بدیم. QC کردن تماس منظورتون دقیقا چیه؟ QC کردن تماس میشه شما فرض کن که هر بیزنسی که داره یه خط تلفن پشتیبانی داره و یه سری پشتیبان داره که دارن پشتیبان رو تماس میگیرن جواب میدن، شما میخوای که QC بکنی، چون اونا عملا میشن فرانت لاین تو، اونا میشن ویترین مثلا شرکت. اگه درسته. اونا مثلا دارن همشون بد حرف میزنن با مشتری یا مثلا همشون دارن یه چیزی رو اشتباه میگن به مشتری، اینا عملا دارن کلا کار شرکت رو خراب درسته. میکنن. QC کردن الان اینجوریه که ملت میرن رندوم، حالا یا یه سری متریکایی دارن، مثلا تماس که طول کشیده رو مثلا حتما ریز میشه، یا مثلا یه سری رندوم، یه سری افرادی هستن که با تجربه ترن میرن اونا رو گوش میدن و بعد مثلا ریت میدن به افراد، یا همون ریتی که شما خودت مثلا میگه که خب الان وصل میشه به نظر سنجی و خود اشخاص میدن، مثلا یه کسی ممکنه یک بده، خب اون ریز میشه که چرا یک گرفته یه تماسی. و این QC وقتی اتومات بشه خیلی جذابه، خب که مثلا ما بتونیم دقیقاً تمام تماسای همه افراد رو بشنویم و دقیقاً بهشون بگیم که تو مشکلت اینه، تو مثلا لحنت اینه، تو مثلا اینجا کلمه‌ای گفتی که مثلا اصلا نباید میگفتی، خط قرمز بود، و مثلا اینجا دانشت اشتباه بود. چیزای این تیپی. خیلی جالبه. مهدی هم دست بالا کرده، من به مهدی دسترسی بدم چون مهدی هم خودش سافر بله. انجینیره. مهدی جان بفرما اگر صحبتی داری. سلام، خوب هستید؟ صدای من میاد؟ سلام مهدی بله جان. بله بله بله. بفرما. من حقیقتا این موزیکی واسم خیلی جذاب بود. بحث این بود که شما دیجیکالا یه مدتی کار میکردید، بعد اومدید توضیح دادید ولی کامل نشد توضیحتون. واسم بدونم کلا حالا این در ادامه این که رفتید توی دیجیکالا، حالا استگتون دقیقاً چی بود؟ تسکالا چجوری مثلا بهتون تقسیم می‌کردن؟ و اینطوری بود که زندگیتون رو مختل کنه نه؟ چون من شنیدم که این شرکتایی که حالا مخصوصا استارتاپیان یا خیلی بزرگن، اینجوریه که خیلی فشار میزنن روی دیولپر و دیولپر حتی زندگی خودش هم نمیتونه خیلی سالم جلو ببره. و مورد بعد دیجیکالا اینکه اصلا چجوری شد دیجیکالا که مثلا خیلی نیست اونو اینجوری، از ولی جا رفت. باش. ببین مهدی، کلا بهت بگم که استارتاپ ها مثلا وقتی 10 نفرن 15 نفرن، آره خیلی فشار داره. حتی تو مثلا خارجم مثلا آدم میخواد مقایسه بکنه، مثلا گوگل کار کردن با یه استارتاپی که مثلا خیلی جوونه هنوز خیلی فرق میکنه. ولی دیجیکالا دیگه اون استارتاپ نیست، دیجیکالا واقعا بزرگ شد. و مثلا شما مثلا چیزی که من داشتم توی دیجیکالا تجربه میکردم این بود که یه تیم داریم که تسترن، یه تیم داریم که سافر انجینیرن و یه تیم داریم که مثلا پروداکتن، و این حلقه این ستا و این حلقه ها قشنگ با هم وصله. و تو مثلا اینجوری بودش که تسک تو مثلا بهت میگفتن که مثلا میخوایم از الگوریتم فلان استفاده کنیم، ورودی اینه، خروجی اینه، مثلا 2 هفته هم حدودا وقت داریم، به نظر چیکار کنیم مثلا. خب یعنی میخوام بگم حتی تقریبا روش پیاده سازی هم مشخص بود زمانی که ما بودیم. و اینو مثلا این جزء وظایف بچهای پروداکت بود. حالا یه موقعی بود مثلا یه چیزی میومد سمت ما، بعد مثلا اون کسی که توی پروداکت بود خب به هر حال دانش الگوریتمش ممکن بود 100 نباشه، بعد میومد گفتش که ببین مثلا من به نظرم میاد فلان الگوریتم واسه این خوبه، بعد مثلا منم میگفتم خب بذار منم برم یه بررسی بکنم، تهش به این نتیجه میرسیدیم که مثلا یه الگوریتم ایکسی هستش که از همه اینا بهتر داره عمل میکنه و مثلا با اون پیش میرفتیم. و بعد مثلا کاری که من انجام میدادم میرفت سمت یه کسی که تستش بکنه و مثلا یه شخصی واقعا وقت میذاشت اونو تست میکرد و بعد دیپلوی میشد و خیلی همه چیز هماهنگ. مثلا ما واسه دیپلوی کردن CI/CD کامل داشتیم تو دیجیکالا. دیجیکالا کنن یکی از شرکت‌های خوبه، یعنی من خیلی چیز میکنم، خیلی تشویق میکنم که افراد برن اونجا کار کنن. ولی به این ترید آفی که هست بین دیجیکالا به عنوان یه شرکت بزرگ و استارتاپ ها به عنوان یه شرکت کوچیک، ترید آف اینه که تو توی دیجیکالا کارت مشخص، زمان بندی داری و تقریبا اون لایف ورک بالانس هستش. خب
ولی وقتی میری توی استارتاپ اون بالانسه نیست، ولی به جاش چیزی که هست اینه که تو خیلی چیز یاد میگیری. چرا؟ چون توی اون رول فقط بهت تسک داده نمیشه. یعنی تو مثلا یه جایی میخوای یه دیپلویمنت هم خودت انجام بدی، یه جایی حالا باید بری ببینی این داکره مثلا مشکلش چی بود اینجوری شد، یه جایی مثلا یهو بهت یه جی پی یو میدن میگن آقا ما مثلا 100 گیگ جی پی یو خریدیم، به نظر تو مثلا چه LLMی روی این بالا بیاریم؟ تو با دستت بازه بری بشینی مثلا بازی کنی، پارامترها رو ببینی، مثلا VLLM تست کنی، اولما بیاری بالا، ببینی اصلا داستان چیه، کدومه که اینا مثلا توی استارتاپ ها خیلی پیش میاد. ولی دیجیکالا که باشی چیز نیست، اون فرصت یادگیری فراهم نیست، ولی فرصت رشد فراهمه همچنان. و مثلا یه شرکتی بودش که واقعا ما هی قدم به قدم میرفتیم، میشد بریم بالا. حالا من خودم دیگه مهاجرت کردم، ولی مثلا کسایی که همراه من بودن حالا یا مهاجرت کردن یا مثلا رفتن تیم لید شدن، الان باهاشون همچنان دوستم و میشناسمشون. یه چیز جالبم بگم که اصلا خیلی فانه، حالا چون داره ضبط میشم نمیدونم بگم یا نه، ولی یه اوکیه. کلیپی یه کلیپی اخیراً مد شده که یه آهنگ چاوشیه. خب حالا خیلی توضیحش نمیدم، ولی اگه دیدین میفهمین چی میگم. یه آهنگ چاوشیه، بعد یه عروس و دامادی هستن، بعد اون عروسه واسه داماده داره اون آهنگ رو خیلی خوب و با حس میخونه. خب که میگه نمیدونم، میگه لبای تو هم نمیدونم داغ داغ چیدم، یه همچین چیزی، دقیق یادم نیست، یه همچین چیزی تو ذهنم. خب خب کسی که توی این کلیپ رئیس من بود توی دیجیکالا. خب و به شدت فرد قوی اون مرده. خب به شدت فرد قوی و خفنی. یعنی وقتی مثلا کلیپش پخش شده بود و اینا داشتم میدیدم تو اینستاگرام، میدید اصلا خیلی خوشحال شدم براش. و یا کسی بودش که مثلا میشه گفت منو استخدام کرد و با من مصاحبه میکرد. به شدت آدم قوی و خفنی. آره. و رفتش فکر کنم اروپا. اه؟ حالا اگه اون کلیپ رو دیدید خلاصه بدونید که آره میتونم این توی این شد. صحبت پیام بدم من بفرستیش چون دارمت. آره. چون من بعد فکر میخوای بذاریش؟ آره حالا برات میفرستم ولی پخشش نکن خیلی. تو کانال انجمنم نمیدونم آخه بذاری. نمیدونم با احساس خوبی همین نمیدونم با احساس خوبی پخش شده یا اینکه مثلا چیز بوده خودشون فکرشو نمی‌کردن اینطور شد. ولی کلیپ خیلی با حسی، خودم خیلی حال کردم وقتی دیدم آها. خلاصه این از این. خانم توکلی فکر کنم در رابطه با اینکه ارشد هوش میشه با لیسانس فیزیک خوند یا نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه؟ یه سرچ بزنید فکر کنم. ببین خیلی مشکلی نداره. الان کسایی که تو هاگینگ فیس هستن حتی اونجا استخدام شدن، خیلی از خفن‌ها رو میشناسم، الان اسمشون رو حضور ذهن ندارم ولی من دنبالشون میکنم، کسایی بودن که از فیزیک رفتن. هیچ چیزی نداره، هیچ محدودیتی نداره، اگه بخواینم قبولتون میکنن. فقط نکتهش اینه که باید اینو بپذیرید که ممکنه یه سری چیزا رو ندونید، ممکنه یه سری آماده سازی بیشتری لازم باشه. به نظرم آدم میتونه، الان واقعا یه جوری شده دنیا که فرمول همه چیز و همه کاری مشخصه و داده هاش هم هست. یعنی تو یوتیوب یا الان سایت خود دانشگاه دیگه همه چیزو دارن خودشون توی یوتیوب هم پخش میکنن، حتی ویدیوها رو و کورس ها، همه چی وجود داره. فقط اینو میخواد که اون تصمیمه گرفته بشه، اون تلاشه انجام بشه. به نظر من اتفاقا میگم من نمونه‌های خوب تو ذهنم هستش که مثلا کسایی که فیزیک خونده بودن اومدن و الان تو هاگینگ فیس کار میکنن، خیلی هم کارهای خفنی کردن. بعد کلا اینطوری هم هستش که کلا یه طوری شده که از هر رشته یه اپلیکیشنی از هوش مصنوعی داخلش پیدا میشه. یه طرف هر رشته‌ای که هست یه بیس علمی داره، میتونه از اون هوش مصنوعی استفاده کنه توی اون حوزه یه جورایی. یه همچین چیزی من خیلی دیدم. من قطعا صدا همینطوره. صدا تصویرم هستش. آره. ببین به نظر من اصلا مثلا نانو تکنولوژی. یه لحظه قطع شد. آره منم حس کم یهو آره قطع شد. آره. یه لحظه بذار من یه کاری بکنم، فکر کنم یه چیزی روشن داره. من تصویر شما برای من فریز میشه بعضی مواقع. حالا هم مشکل از طرف منه یا از طرف نت شماست؟ این نت خوابگاه خراب شده؟ خب اجازه بده. بچه صدا من دارید؟ چون من نتم فکر میکنم برای من باگ زده. نه فکر میکنم آقای محمد علی قطع شده.
بچه ها صدای من دارید الان؟ پس خوبه خدا رو شکر. من خب ببخشید قطع شدم فکر کنم از طرف شما دوباره بود؟ اومد. نمیدونم چون یه لحظه نت احساس کردم خوابگاه که اینجا هم بعضا یهو قطع میشه، یعنی نمیدونیم چه جوری اوضاعش. قطع وصل داره. آره حالا به نوبه خودم عذرخواهی می‌کنم. خب همینطور. بعد آره اینو میخواستم ولی بگم که چیو میخواستم بگم یادم رفت. فکر می‌کنم داخل اون رشته‌های مختلف بودیم که می‌خواستم بیان سمت هوش. گفتید آره که آره هاکینگ و فیس کار می‌کردن. آره اون واقعا اینو در نظر بگیرین که تلاش رو بذارید، مطمئن باشید که خیلی بهتر از بقیه میتونید حتی چیز یادم اومد داشتی میگفتی که یه چیزی LLM و این داستانا و کلا جنراتیو AI که وقتی که مثلا تو همه حوزه ها هم کاربرد داره. من اینو خیلی هستم و اصلا به نظر من همه باید برن یادش بگیرن و بعد هی فکر کنن که خب حالا چه جوری من میتونم اینترسکشن به وجود بیارم بین این امکاناتی که این بهم میده، نه اون چیزی که تو مارکت میگن مثلا این میتونه همه کاری نه واقعا اون چیزایی که دم دسته و اون ایده هایی که تو ذهنمه، اون دانشی که خودم دارم. به نظر مثلا یه بعد جدیده، مثل نانو تکنولوژی که میاد میگه همه چیزو ببریم توی سایز نانو، اصلا ماده ها رفتارشون عوض میشه. حالا اینم همینطور، همه چیزو اگه بیایم اینجوری بخوایم اتوماتش کنیم یا بخوایم یه بخشیشو اتومات کنیم یا از این داستانا چی میشه، چه جوری میتونیم انجامش بدیم و واقعا یه سری کارا رو بهتر انجام میده دیگه. یعنی میرسیم به اون جایی که این واقعا بهتر بشه از انسان. دقیقاً. بعد دیگه یه سوالم بالاست، گفتن رنک دانشگاه چقدر اثرگذاره تو اپلای؟ اختلاف شریف با صنعتی اصفهان کلا اختلافی وجود نداره، چون به نظر من همه دانشگاه‌ها الان دارن اپلای میکنن و یه تایمی بود خیلی فرق داشت، یعنی اصلا اسم شریفو مثلا میشنیدن صنعتی اصفهان رو نشنیده بودن مثال، یا مثلا نمیدونم شریفو شنیده بودن مثلا آزادو نشنیده بودن. الان اصلا اینجوری نیست. یعنی ما مثلا تو دانشگاه آلبرتا رو بخوام بگم، ما مثلا از دانشگاه آزاد داشتیم، از دانشگاه شمال داشتیم، همین بچهای خوب و قوی ها، از دانشگاه اصفهان داشتیم، از امیرکبیر داشتیم، از شریف داشتیم، تهران داشتیم. فقط بحث چیزشه دیگه، بحث اینه که خب ممکنه مثلا حالا اون دانشجوها مثلا در مقابله با دانشجوهای مثلا دیگه یه مقدار ضعیف‌تر ظاهر شده باشن یا هر چیزی. خب به هر حال ممکنه یه ذهنیتی به چیزا داده باشه، ولی به طور کلی ایرانی‌ها سعی میکنن که اونجا بهترین خودشون رو به نمایش بذارن. یعنی به طور کلی از ایران باشید مثلا میگم، حالا در مقابل مثلا هندیا به نظر من یه مزیت دارید. آره نمیشه بودم. بعد فکر می‌کنم کامیونیتی دانشگاه بیشتر تاثیر داره. مثلا عموما دانشگاه تهران اون کامیونیتی که دارن، اون آدمایی که دور و برتن بیشتر باعث میشن که مثلا تو سوق پیدا کنی سمت مثلا دانشگاه برتر. و آره فضایی که تو اون کردی. احساسه داری. آره ببین یه کمی هم برمیگرده به این که مثلا تو چقدر توی خودت میبینی که مثلا بری دانشگاه کالیفرنیا درس بخونی. خب یعنی مثلا من اگه اشتباه نکنم یکی از دانشجوهای ورودی 94 الان مثلا دانشگاه کالیفرنیا چیزم هست، حالا نمیدونم UCLA یا یکی دیگه از دانشگاه‌ها، ولی یه جای خیلی تاپ و خفنیه. خب بعد وقتی که مثلا این شخص قبول شد، من اینجوری بودم که چرا من اصلا رزومه نفرستادم اونجا. آره. خب یعنی تو مثلا وقتی که نمونه میبینی، مثلا ما خودمون هم همین جور بودیم. مثلا توی ورودی‌های خودمون وقتی می‌دیدیم مثلا یه کسی رفته یه جایی، مثلا یه آزمونی رو مثلا یه مسابقه رو شرکت کرد، مثلا یادم AI چالش خیلی جذاب نبود. یعنی مثلا ما خودمون که می‌خواستیم شرکت کنیم، کسی AI چالش رو اصلا همین گفتن ACM خوبه، اینا گفتن خب اوکی ACM هم خوبه، ولی حالا یه AI چالش هم شریف داره، اونم بریم. بعد مثلا ما فکر کنم یه سال ما تو AI چالش مثلا 14ام شدیم، سال بعدش سوم شدیم. بعد که ما سوم شدیم، این AI چالنجی یهو توی دانشگاه اصفهان چیز شد، جذاب شد. یهو بچه‌ها گفتن که انگار میشه مثلا رفت مثلا یه رتبه‌ای گرفت و اینها، و مثلا صرفا اون خودباوریه به وجود اومد و بچه‌ها مثلا شروع کردن جدی کار کردن. بعد از اون شروع کردن اصلا خودشون AI چالش گذاشتن. مثلا یه اتفاقاتی افتادش که اصلا خیلی پیشرفت داد دانشگاه رو، اون استیتی که داشت و توی حداقل توی این موضوع AI چالش و توی اون چیزی که بودش. ولی این خودباوری فقط به وجود اومد. یعنی اینو خیلی حرفتو میفهمم که یه جایی اصلا باید فقط جرأت کنی و مثلا اوکی میشه داستان.
خیلی جالبه. ما یکی از بچه 98 کامپمون اونم همین شکلی بود. اول مثلا با دانشگاه اصفهان سعی کرد یکم ریسرچ انجام بده، بعد آروم آروم کانکت شد با دانشگاه تهران. بعد آها. اونجا مثلا با دکتر روحبان کار کرده بود روی همون LLM اینطور چیزا. بعدش آروم آروم کانکشن زد، فکر می‌کنم برای کارآموزیش رفت مونیخ آلمان و همین آره چند هفته پیش برای مسترشون رفتن آکسفورد، یعنی از دانشگاه خیلی اصفهان. آره، آره ارشیا یعنی همت. دمش گرم و واقعا. ما من اینطوری واقعا بودیم که واقعا خیلی خوشحال میشه. آره خیلی خوشحال شده بودیم. ببین واقعا همینه و ما وقتی که نبینیم مثلا باور نمی‌کنیم. به نظر من الان فرمول همه چی در اومده و فقط تلاش میخواد و تنها مانعش به نظرم همون ذهن خودمون میتونه باشه و آره شما اگه اون داستانه رو به کنار بذاری تو خودت ببینی یه جوری هم تلاش میکنی که بهش برسی و اون چیزی که باید بدی که مثلا اون تایمی که باید بذاری و اون بهایی که باید بپردازی هم میپردازی اگه واقعا بخوای درسته، و بله. مشکلی نیستش واقعا تو این زمینه. بعد یه سوالی هست که خیلی برد و مهمه، این آها. که بچه‌ها گفته بودن، این تو تلگرام ازم پرسیدن چرا نموندید کانادا برای دکترا؟ آره این سوال مهمی. ببین من ارزشام عوض شد، یعنی راستش رو بخوام بگم من خودم یه آدمی بودم که خیلی دنبال پیشرفت بودم و حاضر بودم هر چیزی رو در ازای پیشرفته بدم. بعد مثلا اینجوری که مثلا رفتم دیجیکالا یه کار خیلی خاصی کردم واسه خودم، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که میگم اون بهای رو باید بپردازی. خب تو وقتی میری تهران یهو از همه قطع میشی دیگه. بعد تهران که رفته بودم حالا باز خیلی اونجا دوست خوب پیدا کردم، ولی اتفاقی که افتاده بود این بودش که من مثلا روده هام شروع کرد به خونریزی کردن. حالا یه بیماری طوری هستش که بهش میگن مثلا کولیت روده عصبی یا روده تحریک پذیر، همچین چیزی که تو مثلا صرفا با استرس. و من حالا چه استرسی رو تجربه کرده بودم این بودش که مثلا من فکر کنم مهر ماه اینا بود رفتم توی چیز، بعد 3 ماه بعدش خوردیم به دی هم میشه یلدا و این داستانا و دیجیکالا یلداش چیز مساوی است با مهمترین روز کل سال و فشار اسکیل و فشار مثلا لودی که میاد روی سیستم و اینا همه چی به توان میرسه. و ما اینجوری بودش که مثلا یه تانهال گرفت، یه چیز گرفتن همه جمع شید دور هم و اینا، دمتون گرم پروژه‌ای که انجام داد. من یه پروژه‌ای هم انجام داده بودم که پری سورت و اینا میکرد، حالا تو فول فیلمنت و توی قسمت انبارداری بود، ولی مثلا این بودش که چجوری بگم، مثلا آقا زمان پیک کردن آیتم از توی قفس تا اینکه بره به اینکه توی جعبه قرار بگیره که دقیقاً ارسال بشه، مثلا این زمان مثلا 10 دقیقه بود، با این روش میشد 5 دقیقه. خب بعد فکر کن اینه مثلا هنوزم خیلی تستی نشده بود دیگه، خب صرفا اعداد و ارقام و این داستان. بعد من گفته بعد ما اینو دیگه پیشش هم کرده بودیم که این مثلا نصف میکنه داستان، حالا شده بود دیما و قرار بود که یه لودی روش بیفته و واقعا از استرس من به این بیماریش دچار شدم. و اتفاقی که میفته اینه که مثلا تو هم موقع استرس میگیری مثلا یه اتفاق میفته. بعد کانادا هم که من رفتم همینطور شد. کانادا به من کلا تو ذهن من کانادا یه جای واقعا بی عیب و ایراد بود. خب یعنی انتظاری که ازش دارم و میدونم احتمالاً شما هم دارین. یه چیزی بگم قبلش، اینی که من دارم میگم کانادا شخصیه، یعنی ممکنه مثلا یه کسی بره مثلا اینا رو تجربه نکنه یا ممکنه بیشتر تجربه کنه یا هر چیزی، کلا نه منصرف بشین نه مثلا خوشحال بشین نه ناراحت بشین. این صرفا یه چیز شخصی در نظر بگیرید که تجربه منه. مثلا خودم هم ممکنه مثلا 3 ماه دیگه نظرم عوض شه برم. خب حتی یعنی اینم در نظر بگیرید. بعد نکته‌ای که هست اینه که یه کمی زندگی کردن اونجا دلچسب من نبود، یعنی هر چقدر که استیبل تر می‌شدم احساس می‌کردم که این الان چیزی نیستش که بخوام تا آخر عمرم اینجا بمونم و شرایطم یه جوری نبود که خانواده‌ها بتونن بیان پیشم و اون شرایطی که دوست دارم تو ذهنم پیش بیاد و تصمیم گرفتم که به نظر من این تجربه بی‌نظیره که آدم بره یه جای دیگه زندگی کنه، درس بخونه، کار کنه، فوق‌العاده است. خب اینو من 100 هست، ولی واسه زندگی کردن من تصمیمم این بود برگردم و ببینم اینجا چی کار میشه کرد. حالا به امید این که هم اینجا بهتر بشه، هم شاید واقعا زود مثلا دل بریدیم از شرکت ها و اینها. و چیزی هم که بخوام تهش بگم که مثلا بگم که آقا تهش خب برامون یه بهمون بگو کدومش بهتره. به هر حال تو دوتا رو تجربه کردی، هم اونجا قبلش تو اینداستری داشتی کار میکردی، هم بعد از اینکه رفتی کانادا برگشتی ایران داری کار میکنی.
یه مقایسه اگه الان بخوام بکنم اینه که شما تا وقتی که نرفته باشی خارج، خب سخت پیشرفت بکنی. چرا؟ چون به هر حال الان مارکت رقابتیه و مخصوصا اصلا اینکه بخوای بری توی یه جایی مثلا به عنوان کارآموز و اینا خیلی مخصوصا الان سخت شده. یعنی همون کارآموزی هم بخوای شروع کنی خیلی با انتظارات پایین هم سخته. تو باید کانادا؟ انگار یه چیزی یه وزنه‌ای داشته باشه. نه توی ایران. تو ایران. توی ایران من میگم که قبل از اینکه برم کانادا، حالا من رفتم دیجیکالا و این داستانا، ولی کلا به نظرم الان شرایط سخته برای اینکه وارد کار بشی و هر جا که وارد کار شدین و بعدش رو بدونین نگهش دارین، آروم آروم سعی کنین پیشرفت کنین. این یه لول، ولی خب این میتونه بهتر بشه. من وقتی رفتم و برگشتم، اون تجربیاتی که داشتم و اون دانش که کسب کرده بودم خیلی بهم کمک کرد که زودتر کار پیدا کنم، بهتر کار پیدا کنم و جایگاه شغلیم بالاتر باشه. این به نظرم ارزشش رو داره. یعنی اگه که رفتین کانادا مثلا یا رفتین خارج و احساس کردین که خب اینجا اونی که میخواین نیست، میتونین به این فکر کنین که برگردین ایران و نسبت به اون چیزی که قبلا توی ایران تجربه میکردین تجربه بهتری خواهید داشت. ولی اینو بپذیرین که هم یه سری چیزا رو شما دارین اینجا گرونتر میخرین، هم یه سری چیزا رو تحریمین، هم یه سری چیزا دلاریه، به هر حال شما حقوقت ریالیه و این داستانا و پسندازت به اون پسندازی که خارج میکردی نخواهد رسید، ولی همچنان زندگی خواهد گذشت و خیلی هم چیزی نیستش که عجیب غریب باشه، اینجوری بخوام بگم. و من خودم باشم، به نظر من اون کانکشنایی که آدم تو خارج پیدا میکنه، اون تجربیاتی که داره میکنه خیلی جذابه، خیلی خوبه. ولی خب شما دیگه به یه جایی میرسی که میخوای یه تصمیم بزرگ بگیری و مثلا یه خونه بخری اونجا و مثلا 30 سال 20 سال بمونی و قسطش هم بدی و دیگه یه خونه مثلا 30-40 میلیاردی هم خواهی داشت در طول زمان. تو اون لحظه من این تصمیم رو گرفتم که من نمیخوام اونجا بمونم و احساس میکنم که نمیخوام اون 30 سالم و تضمینی بمونم کانادا و بخوام دیگه نگران این باشم که حالا این خونه چی میشه و برم خلاص زیر بارو داستان قرضش و این حرفا. و گفتم که برگردم ببینم اینجا چی میشه. آره خلاص. بعد وقتی که برگشتید ایران برای کارتون به چالش نخوردید؟ مثلا برای پیدا کردن کارتون اوکی بشه باز دوباره؟ ببین من واسه کارم من محدودیتی که داشتم این بود که من خواستم حتما از اصفهان کار کنم و حتما ریموت کار کنم. الان برگشتیم به اون سوالی که گفتی همکاران سیستم. آره. چرا اصفهان؟ آره ببین من نکتم این، من هر جایی که درخواستی میدادم گفتم که من خیلی سر حقوق و اینا چکوشونه‌ای ندارم. من تنها شرایطی که دارم اینه که من میخوام اصفهان باشم، چون این همه راه بر نگشتم که بخوام دوباره برم تهران مثلا از خونه و دوست و آشنا و فامیل و همه چی دوباره. و چیزه و من با فرهنگ خوبی هم ریموت کار میکنم. یعنی از این ریموت های الکی نیستم، من جدی ریموت کار میکنم. شما به من اطمینان کنین، اگه بعد پشیمون شدین که هیچ، اگر هم که خوشتون اومد ادامه میدید. و خیلی شرکت ها هم اول مثلا شرکت های مهمتری مثلا بگم حالا مثل این دیجیکالا و مثلا اسنپ و تپسی و اینا خیلی اول رد میکردن. من توی همکاران سیستم که گفتم شانسی که آوردم به هد ای آی من اینو گفتم. یعنی چون معمولا بچهای اچ آر خودشون این وظیفه رو دارن که یه سری چیزا رو حذف کنن، یه سری از رزومه ها رو، و خوشحال میشن که مثلا این 1000 تا رزومه بشه 500 تا. ولی من توی همکاران سیستم شانس آوردم اینو به هد ای آی گفتم و اون هد قبول کرد و پذیرفت و خیلی هم شخصیت منطقی و چیزی بود. خودش هم کسی بودش که از انگلیس اومده بود ایران و اصلا گفت مثلا من میفهمم چی میگی و این خیلی به من کمک کرد. من همین شد که من عملاً از اصفهان دارم با اون شرکت کار میکنم و خیلی اذیت نشد. برام پس راضیید که بسای کلی؟ به صورت کلی ببین اگه مقایسه بکنید با کانادا، خب به هر حال تو اونجا رسیده بودی به یه استیتی که میتونستی فکر خونه بکنی، ولی اینجا که میای خب نمیرسی اون استیت. یعنی طول میکشه داستان و هزینه ها هی دائما در حال تغییر، حقوقا ثابتن و این مشکلات هستش. کلا به نظر من ایران اگه که شما سعی کنی که مثلا از اون حالت، یعنی یه جایی بمونی 4 سال به هر حال تجربه کسب بکنی و یعنی زود تصمیم نگیری. میدونی مثلا من اگه الان وارد دیجیکالا بشم 2 سال کار بکنم، بعد 2 سال نگم که خب من دیگه ته ایرانو تجربه کردم بذار برم. خب یه کمی صبر کنی، یه 5 سال به خودت وقت بدی، بذار جا بیفتی، بعد میبینی که
حقوقت بهتر میشه، میبینی کم کم قلق زندگی دستت میاد، یاد میگیری تو همون ایرانش چه جوری میشه پیشرفت کرد، چه کارهایی باید کرد. مثلا اینجا خیلی وام محوره، مثلا نمیدونم، مثلا باید حواست به قیمت طلا بیشتر باشه، یه سری چیزایی نمونهش همین وجود بالا داره. هست. آره. آره بچه آره مثلا یه سری قلقات دستت میاد که مثلا اینجا چه جوری من میتونم زندگیمو بگذرونم. اگه زود قهر نکنی هم اینجا هم میتونی آروم آروم یه چیزایی بخری، ولی خب میگم دیگه مثلا استانداردت میشه 206. مثلا اونجا تو یه تویوتا کورولا میگیری، مثلا اینجا یه 206 میگیری بعد مثلا چند سال. خب به سال بازه بزن یه نگاه هم به سوالا حتی قبل از اینکه بخوام به سوالا بپردازیم، یه سوال ریز دیگه بپرسم. توی کانادا اگه می‌خواستی بمونی، بله. اونجا چه چالش داشت که بخوای بری سر کار، یا همون موقع تحصیل میتونستی کار پیدا بکنی یا نه؟ اوکی بود برات یا نه؟ آها اینم فکر کنم سوال آره اینم نکته خوبیه. ببین اونجا خیلی‌ها مشکل دارن. خب اونجا خیلی‌ها مشکل دارن و اینکه علتش چیه؟ علتش اینه که تو ایران کار نکردن. خب اگه کسی بخواد اونجا موقع کار پیدا کردن به مشکل نخوره، باید تو ایران کار کرده باشه. چون من خیلی هم تشویق میکنم که این چیزی که برنامه اکنون که آخریش که خود شکوری هم اومده بودش رو، حالا نمیدونم آخریش یا یکی مونده به آخر، اون رو حتما ببینی. اون خیلی اون حرفی که من میخوام بزنم اون خیلی خوب میزنه. خب شاید بهتر از من داره همینا رو میگه، ولی به جز اون کاری که میشه، داستانی که هستش اینه که شما با اون چیزایی که تو ذهنتونه نمیرین کانادا، شما با داشته‌های واقعیتون میرین اونجا. خب و هر چیزی رو که واقعا داشته باشین اونجا به دردتون میخوره. یعنی اگه زبانه رو درست یاد گرفته باشین یا فقط یه نمره گرفته باشین، اونجا نشون میده داستان خودشون. اگه مثلا اون تجربه‌ای که اینجا کردی یه چیزی نوشتی که یه بیمه رد بکنی و مثلا بگی آقا من، یا اینکه نه واقعا رفتی کار کردی چیزی بلد، این یه کمی کمک میکنه. شانس هم هست اینکه دقیقاً تو، چون اونجا خیلی اینجوری نیستش که واسه همه چی همه کاری باشه، واسه همه رشته، حالا واسه رشته ما خیلی داستان بهتره، ولی نکته چیه؟ نکته اینه که تو دیگه داری در سطح کانادا رقابت میکنی با آدم‌ها و مثلا وقتی 100 تا رزومه میره تو کارت سخت‌تره. تو اگه تو ایران راحت کار پیدا میکنی، اونجا یه ذره سخت‌تر کار پیدا میکنی. من خودم شانس آوردم، یعنی مثلا من همینجور که داشتم تحصیل میکردم کارم داشتم، همیشه من اینجوری بودم با اینکه فول فاند بودم دانشگاه آلبرتا، ولی مثلا یه پروژه هایی یهو بهم میخورد و مثلا یکی از جایی که میخوام بگم دانشجوی استاد ایرانی خوبه همینجاست که مثلا یه پروژه‌ای به من پیشنهاد شد و اینها می‌خواستن یه کاری بکنن توی دانشکده، یه لایبرری بود، حتی اینفورمیشنال لایبرری همچین دانشکده‌ای بودن، می‌خواستن این سری کارهای دیتایی بکنن روی تکست. خیلی بیسیک بود ولی زبان اون چیز زبان قدیمی مثلا بومیای کانادا بود، یعنی چالشش اینجوری بود بیشتر. بعد این پروژه رو من رفتم و صحبت کردم، اون شخصی که چیز بود که رئیسش بود، اون وقتی که فهمید من تو دیجیکالا کار کردم خیلی خیالش راحت شد. مثلا ما چند تا ایرانی بودیم همه انگار اپلای کرده بودیم، مثلا به من اینجوری اطمینان کرد. خب و من مثلا تونستم توی 6 7 ماه مثلا اون چیزی که می‌خواست رو بهش بدم و تقریبا کار هم پیش رفت. نکته اینه که اگه مثلا بتونید قبل از اینکه برید کانادا، اگه می‌خواید برید اونجا کار کنید، اگه بتونید قبلش ایران کار کنید خیلی بهتره، چون با خودتون میبرید اون تجربیات اون طرف. مثلا اینجوری نیستش که تازه بخواید با مصاحبه کردن آشنا بشید و این حرف، چون همه چی به انگلیسی یه لول سخت‌تره دیگه. بعد این هستش، اینو من کلا خیلی میپذیرم. و اینکه کلا هم یه تایمایی توی کانادا یه فشارایی اومد به افراد به خاطر اینکه تعداد زیادی مهاجر وارد کشور شدن و بازار به هم ریخت عملا. یعنی دیگه تو باید مثلا به جای اینکه بگی که مثلا اینا میگن 100,000 تا مثلا میدن، تو به جای اینکه بگی 110,000 تا ندید من نمیام، بعد میگفتی 90,000 تا باشه من میام. خب یعنی پیشنهادایی بودش که هی انگار بازاری بودش که به نفع اونا بود و الان هم انگار همچنان همینطوره. ولی اگه انتظارتون رو معقول بکنید، اولش برید یه شرکت کانادایی، یه استارتاپ، یه جایی اینجوری کار بکنید، بعد یه پی آر بگیرین، بعدش هم که دیگه شرکت‌های آمریکایی قفلش باز میشه و میتونید برید هر جایی که خواستین، با یه مسیر منطقی 3-4 ساله، 5 ساله، 6 ساله میتونید به هر جایی که میخواین برسین. یعنی هر کسی که باشین میتونین برین گوگل، هر کسی که باشین میتونین برین اپل، اصلا چیز خاصی هم نیست. و فکر نکنی حالا خیلی شاخ قور شکستن کسی که مثلا قبول میشه، نه،
و اینکه بعضی موقع هم اینا شروع میکنن مثلا اینترنشیپ گذاشتن، اگه به اونا برسید و اون مشکل پی آر و ایرانی بودنه رو هم نداشته باشین که اصلا شانستون میگه و شما مثلا از دانشگاه یه راست میرین وارد گوگل و این داستانا میشید و خیلی جذابه. آره خلاص مهدی درخواستش رو قبول بکنم. بچه من چت هم حتما چک میکنم الان. فقط مهدی الان صدا من داری؟ فکر کنم مهدی هم سوال داشت. مجدد من سوالم پیش اومده بود این که من مثلا حالا خودم چک میکنم ببینم اسپان چجوری مثلا چه کارهایی هست و چه شرکتایی هست. خب شرکت خوب داریم ولی به نسبت مثلا تهران خیلی کمتره و شرکتایی هم که هستن و نیروهایی که میخوان تو اصفهان اینجوریان که نیروی خیلی خوب میخوان یا اینکه نیروی متوسط میگیرن ولی کار خیلی زیادی ازش میخوان. البته مثلا من شنیده بودم تهران مثلا شرکت‌های خیلی خوب مثل بلده و تپسی و اینا بچه‌ها رفتن کارآموزی، حتی واسه کارآموزیشون هم حقوق دادن. اصفهان اصلا همچین فرهنگی نداره و شما باید یه هزینه‌ای هم بپردازید. خواستم بدونم چی شد که اصلا از دیجیکالا اومدید بیرون و اگه الان بخواید بین همکاران و دیجیکالا انتخاب کنید کدومش انتخاب می‌کنید؟ میدونم همکاران تهران و مشهد هم داره، خیلی هم بزرگه، خیلی هم اوکیه. ولی اصفهان هم داره. بهتر نبود. آره اصفهانش میدونم. کلا خیلی شرکت بزرگیه. ولی خب دیجیکالا اسم از دارتره دیگه، حالا بخوایم صادق باشیم. خب بذار منم پس صادقانه بگم. من خودم اول دیجیکالا اپلای کردم وقتی برگشتم. خب اونا هنوز LLM و این داستانا رو خیلی شروع نکرده بودن. خب و یه جورایی دیگه من هی از بالا هی شروع کردم اون چیزی که تو ذهن خودم بود، ولی الان که من توی همکاران سیستمم الان احساس بدی از همکاران سیستم ندارم. چرا؟ چون اینا یه دفتر اصفهان دارن، یه دفتر مثلا شیراز دارن، یه دفتر تبریز دارن و ما مثلا دائما با افراد مختلف تو سطح کشور داریم کار میکنیم و منی که کانادا رفتم و اون دایورسیتی فرهنگی و اینا رو باش حال میکنم، انگار اینجا هم یه چیزی از اون در سطح ایران دارم تجربه میکنم و برام جذابه، اصلا خوشم میاد از این ویژگیش. دیجیکالا رو همچنان خیلی دوستش دارم، به نظرم خیلی شرکت خوبیه. کلا به نظر من تهران برید خیلی بهتره تا بخواید اصفهان محدود بشین. اگه میخواین اصفهان کار کنین همین همکاران سیستم شعبه اصفهان شاید یکی از بهترین گزینه‌ها باشه و حالا شعبه تهرانش هم باز دوباره بهتره. به طور کلی به نظر من اگه میتونید اون تهران رفتنه رو یه جوری حلش بکنید برید حتما تهران و تجربه کسب بکنید و اونجا خیلی بهتر میشه چیز یاد گرفت. این مشکلی که میگی که یه کمی کار زیاد میدن پول کم میدن، ببین به هر حال اقتصاد خیلی الان اقتصاد داغونیه. یعنی اون چیزی که ما تجربه کردیم، مثلا من 5 سال پیش تجربه کردم، مثلا یه چیز جالب بگم، من اول که رفتم دیجیکالا حقوقم 5 میلیون، خب سال 98 اگه اشتباه نکنم حقوقم 5 6 تومن بود. بعد 5 6 تومن اون موقع میشد یه دونه سکه، مثلا یه سکه تمام بهار امامی مثلا 5 تومن، من بیشتر از حتی یه سکه مثلا راحت میتونستی خرید کنی. من مثلا یادم تهران بودم مثلا نگرانه ای نبودم که مثلا حالا این ماه پول کم بیاد. بعد من کی بودم؟ من مثلا یه جونیور فول استک دیولپر بودم و کسی عجیبی نبودم. حتما از من بیشتر حقوق میگرفتن کسایی که بیشتر اونجا سابقه داشتن. ولی خب الان شما برای اینکه همون یه دونه سکه رو بگیری باید یه 110 120 تومن بگیری راحت. خب یعنی شرایط حالا طلا به هر حال چیز گرانبهاییه، یعنی تو طول زمان هی داره چیزتر میشه، مثال خوبی نیست ولی کلا میگم، یعنی میخوام بگم که الان اصلا کلا یه سری از شرکت‌ها تعدیل دارن میکنن، یه سری‌ها مثلا سخت نیرو میگیرن، یکم فضای سختی شده و به نظر من خیلی سخت نگیرین. یعنی یعنی آپشن‌ها رو در نظر بگیرین، یه آپشن بعد بهتر از بی آپشنیه. یعنی حداقلش اینه که من دارم یه چیزی یاد میگیرم اونجا و اون ارزشمند. خب خیلی ارزشمنده، یه روزی به دردتون میخوره و بعد میگین که چقدر خوب شد که من اینم یاد گرفتم، این داستانم تجربه کردم. این از این. حالا فکر کنم کامل جواب سوالتو دادم مهدی، اگه چیزی جا انداختم بریم یه چت هم چک بکنیم. هستی شناسی داده کاوی کار میکنن توی این زمینه. کسی رو میشناسی هوش مصنوعی کار کرده باشه؟ کسی رو میشناسی که هستی شناسی و داده کاوی کار کنه؟ هستی شناسی نمیدونم چه جوری دقیقاً. آره نمیدونم چیه ولی جذاب به نظر. چند سال دیجیکالا سابقه دارید؟ فکر می‌کنم 1 سال بود، درسته؟ دیجیکالا 1.5 فکر کنم حدوداً مونده بود. بعد دیگه گفت پرسید مهدی که چی شد رفتید؟ یه مهاجرت کردم رفتم کانادا. آره.
اه، سن بفهم نمیدونم حالا داری با هم سوال درآمدی هم پرسیدن حدوداً تو چه رنجی عموما ببینم میشه جواب داد یا نه. حالا سعی میکنم جواب بدم. ببین درآمد کجا، اینجا یا اونجا؟ نه ایران فکر می‌کنم منظورشونه، تو اون ور که معلومه قشنگ. آره اونور که خب معلومه عدداش هست. آره اینجا ببین همین چیزاییه که توی واقعا تو گزارش ها هستش، چیز عجیب غریبی نیست. یعنی به نظر من گزارش جاب ویژن و اینا رو یه نگاهی بندازین، مثلا شما میتونید 20% بیشتر انتظار داشته باشین به خاطر اینکه حالا یه کسی رفته باشه کانادا و این حرفا، مثلا بهش بده تو همون رنج. آه. حدوداً چقدر میشه؟ آره بذار دیگه پرسیدم. آره بذار وارد جزئیات نشیم اگه اجازه بدی. آره همون بریم جاب اینجا چک بکنیم. آره واقعا همون حدوده. آره خب اونجوری بهتر هم هستی، قشنگ کل یه نمودار داره، قشنگ همه شغل‌ها رو نوشته. آره من خیلی اتفاقا خوشم میاد که شفاف باشه و همون سبکه، و به نظرم بقیه‌اش هم دیگه میمونه برمیگرده به خودتون که مثلا چقدر نیاز اون شرکت با شخص مثلا هماهنگی داشته باشه. بعضی موقع نیاز دارن اون لحظه که یه کسی رو بگیرن که مثلا تکست تو اسپیچ کار کرده باشه، حالا اگه مثلا الان نکته‌ای هم داشته باشه اون شخص اینا میپذیره. یه موقع است که نه برعکسه، خیلی دنبال کسی نیستن، شما داری رزومه میفرستی اصلا اوپنینگی وجود نداره، ولی به خاطر اینکه احساس میکنن حالا شخص قوی هستی میخوان رد نکنن، اون موقع دست کمتر بازه که بخواید چونه بزنید. ولی یه چیزی هم هست اینه که شما میری توی یه شرکت و بعد سال بعد افزایش حقوق رو میتونی دوباره نگوشییت بکنی. یعنی هم توی کانادا هست هم توی ایران هست و اونو دست کم نگیرین. این خیلی هم در ارتباطش صحبتی نمیشه جایی که مثلا چیزه، ولی تو میتونی مثلا 2-3 برابر، حتی مثلا یهو رشد 2 برابری کنی حتی، مثلا یعنی اصلا پوزیشن عوض بکنی تو شرکت، پوزیشن عوض نکنی، حقوق عوض کنی، خیلی حالتهای مختلف هست. صرفا باید اون اعتماد شکل بگیره که به نظر من تو این فضایی که الان هستش عیبی نداره که مثلا شما برید با حقوق کم هم شروع بکنید، آخر سال حقوقتون یهو خوب زیاد شه، یه جوری زیاد شه که جبران قبلا بکنه و چه عیبی داره واقعا. بله. بعد میتونیم هنوز ازتون سوال بپرسیم یا نه؟ یکم تایم دارید یا نه؟ چجوریه؟ تایم دارم آره، من تا یک هستم، از زمانی تا 1 ماه حتما هستم، بیشترم اگه شد سعی میکنم باشه. دستون در نکنه. یه سوال خودم پیش اومد برام، تو شرکتتون اسپیچ و اینا هم کار میکنیم، مثلا تسکایی که به سمت اسپیچ پروسسینگ؟ آره چون فکر الان داریم کنم کار میکنیم اتفاق. چون خیلی کمتر فکر میکنم توی ایران. آره چون ببین الان خیلی چیزی که بیشتر. ما توی اهدافمون میبینیم اینه که بریم سراغ این که دیگه تلفن هایی که زده میشه یه کسی مثلا حالت اتوماتیک طوریه که یه رباتی جواب بده و باهات صحبت بکنه و مثلا خدمات اون تیپی بدیم به کال سنتر. اینا الان خیلی داره میره سمتش. اگه اشتباه نکنم یه قدم MCI از ما جلوتره. اگه به 99 90 و اینا تماس گرفته باشیم، و خودم هیچ وقت تماس نگرفتم، ولی فکر کنم روی یه سری از حالت‌ها بعضی از مشتری‌ها بس میشن به ربات و یه سری چیزا رو مثلا اگه 2 رو بزنید مثلا از 2 دیگه یه جایی ربات جواب میده و چیز میکنه و تو اسکیل بالا دارن اینو چیز میدن، خدماتو میدن، خیلی خفنه، خیلی خوبه و ما هم داریم این چیزا رو استفاده میکنیم و جذابه. کلا ایمیج، وایس، تکست، اینا همون کاری که انسان‌ها میتونن بکنن به علاوه یه تینکینگ و یه الگوریتمی، اینا خیلی الان توی بورسن. یکی از بچه‌ها نوشته مسیر یادگیری LLM چیه؟ این مسیر یادگیری LLM به نظرم رودمپی که هست اینه که مثلا یه پروژه تعریف بکنی واسه خودت و از این ابزارهایی که های لولن، و من خودم مدل دریون انجینیرینگ کار کردم، خب میدونم که مثلا نیتن چقدر میتونه چیز باشه، کمک بکنه بهت. خب این خوبه، ولی مشکلش اینه که انجینیر از داخلش در نمیاد. خب و وقتی که شما میخوای یه ذره کاستومایزش بکنی اونجاست بیچاره میشی. من انیتن هم کار کردم و دارم میگم، مثلا میگم این وقتی که میخواد بین کامپوننت و دیتا بفرسته، کافیه حجم دیتا یه ذره زیاد شه، این دیگه اون روش جواب نمیده. و نکته اینه که مثل وردپرسه، یه چیزی رو راه میندازه، ولی تو وقتی بلد باشی اون وبسایت رو از صفر بنویسی، وردپرس هم بلد باشی، حالا خیلی آدم جذابتری هستی تو مارکت تا اونی که فقط وردپرس بلد نصب کنه و کامپوننت بیاره و این داستانا. رودمپی که من تو ذهنمه اینه که از اون داستان‌هایی که شروع شد، برت اومد، اصلا وکتور، اصلا امبدینگ ها اومدن، بعد برت میاد،
بعد مثلا نمیدونم شروع میکنن سیمیلاریتی های مختلف میان، شروع میکنن فاین تیون کردن انواع اقسام اپروچ هایی که میشه مثلا امبدینگ مدل رو فاین تیون کرد. بعد مثلا وکتور دیتابیس ها میان وارد داستان میشن. بعد مثلا میری جلوتر، حالا خود LLM های مثلا لوکال کامرشیال هر کدوم چیکار میتونن بکنن، نمیدونم کاربردشون چیه، چه تکنیکایی هست. مثلا تو بخوای ایجنت بنویسی، فرق ایجنت با یه مثلا چت بات چیه. دیگه بخوام بگم مثلا اپروچ های نوشتنشون چیه. مثلا تو اگه بخوای به روش مثلا استاندارد MCP بخوای بنویسی مثلا یه همچین سیستمی رو باید چه تغییری بدی، به چی میگن سرور، به چی میگن کلاینت. دیگه بعد از این مثلا حالا بری سراغ بهبودا، تحلیل ها. من چجوری میتونم مثلا یه پایپلاین رو سرعتش رو زیاد کنم. خب پرامپت انجینیرینگ چیه اصلا؟ مثلا خیلی کار ساده به نظر میاد پرامپت انجینیرینگ ها، ولی وقتی واردش بشی میبینی چقدر جزئیات داره و تو چقدر باید صبور باشی، چون تغییری که میدی باید خیلی مینیمال باشه و هی چکش کنی. و بعد من چجوری مثلا میتونم اینو اتوماتیش کنم؟ آیا مثلا میتونم یه روشی داشته باشم مثلا پرامپتمو اتوماتیک بهتر بکنم نکنم؟ داستانای این تیپی میدونی یه بخشیش دانشه، یه بخشیش تجربه است، یه بخشیش توی اسکیلبیلیتی و سافت‌ور انجینیرینگشه، یه بخشیش پیاده سازیشه. انگار همه اینا رو میخواد آدم داشته باشه. ولی به نظر من هی پروژه واسه خودتون تعریف بکنید و سعی کنید اون رو انجام بدید. مثلا میگم اگه پدرتون یه جایی کار میکنه، فکر کنید که یا خودتون یه جایی رو میشناسید یا هرچی، یا استادتون یا حالا اطرافیان. مثلا فکر کنید که آقا مثلا پدر من مثلا پارچه فروش، خب حالا تو اصفهان پارچه فروش زیاده، فکر کنم مثال کمک کننده باشه. مثلا من پدرم پارچه فروشه، آیا من میتونم یه ربات تلگرام درست بکنم که مثلا طرح یه پارچه رو براش توصیف بکنم، این به من یه سری محصول پیشنهاد بده؟ این میشه مثلا یه ایده. خب یا اینکه نه مثلا یه عکس بگیرم چیزای شبیه به اونو به من پیشنهاد بده. خب این محصول رو واسه خودتون تعریف کنید و ببینید که خب اوکی، حالا من واسه اینکه بخوام اینو انجامش بدم واقعا چی باید برم یاد بگیرم. برید هر چی که هست رو یاد بگیرید. خب مثلا وکتور دی بی میخوام، اوکی ایمیجا رو باید برم بذارم تو وکتور دی بی، ایمیج رو چجوری امبد کنم. حالا اگه سوال تکست پرسید، تکست رو چجوری مشابه سنجی کنم با ایمیج. بعد LLM هم چی باشه فلان و اینا. بعد مثلا از کجا سرور بخرم، همه اینا رو برین حل کنید. واقعا مشکلاتش رو یه سروری بخرید که به تلگرام وصل بشه، اون داستان رو پیش ببره، کد پایتونش رو بنویسین، فست API استفاده کنید. اینا رو که حل می‌کنی از یه جایی به بعد می‌بینی که خب دیگه دارم قوی میشم، دیگه دارم یه چیزایی میتونم مثلا توضیح بدم، میتونم بهش فکر کنم. مثلا من خودم تو ذهنم هستش که ما یه چیزی تو دانشگاه داشتیم خیلی کمک می‌کرد. یه جا یه تایمایی میشستیم دور هم دیگه مثل یه کلوپ مثلا، خب یه کلوپ مثلا بگیم کامپیوتری ها. بعد این کلوپ اینجوری بود که بچه‌ها میومدن مثلا هر کی چای می‌ریخت، هر کسی از اون داستان‌هایی که تو اون هفته یاد گرفته حرف می‌زد و این خیلی کمک کننده بود. خب مثلا میشستیم گفتیم آره من این هفته مثلا فهمیدم اگه مثلا چه میدونم توی مثلا تیماکس بخوای فلان چیزو مثلا رام بکنی، بعد مثلا اینجوری بزنی اینو مثلا اینطوری میشه. یا مثلا وقتی مثلا فلان یه چیزی اصلا نامربوط اون طرف دنیا یکی از اون طرف گفت، بعد این چیزا رو که به هم دیگه انتقال تجربه که به هم میدادیم، حالا چون ما هممون از یه استاد بودیم در نهایت یه کمی محدود میشد دیگه. یعنی چیزایی که به هم یاد میدادیم کمک میکرد. مثلا یکی میگفت آره من مثلا تو گوگل رفته بودم کارآموزی، مثلا من دیدم که اونا چقدر رول بیسه، چقدر بخشای کارشون. و مثلا تو با گوگل حرف میزنی مثلا فکر نکن که همش LLM بیسه، مثلا کلی رول قبلش راه میشه و داستان و این چیزا. بعد مثلا همینا کمک میکرد. خب همین دادا، حالا این کلوبه مثلا میتونه مثلا ارتباط باشه با یه سری از افراد. خب که مثلا آقا من سعی کنم یه حلقه ارتباطی بسازم با دوستان، با افراد، با کسایی که چیز هستن و اون دانشه رو هی دانش جدید بتونم بگیرم. بعضیا هستن مثلا کانال تلگرامی فالو میکنن، مثلا میشه اونا رو فالو کرد، یا میشه یوتیوب دید. مثلا یوتیوب هم خیلی کمک میکنه واقعا. پادکست ها و این چیزا هم خوبه، مثلا طبقه 16 و اینا هم خیلی انرژی بخشه. ولی خب از نظر فنی‌تر مثلا تلگرام من بیشتر ترجیح میدم. مثلا اونایی که یه کانالی مثلا یه متخصص داره توی یه تلگرامی جایی مثلا یه سری نالج شیرینگ انجام میده، اونا رو به نظرم فالو کنید. مثلا حالا بعضی اصلا توی مثلا تنسور فلو و این چیزا هستن، بعضیا سافت ویر انجینیرن اونجا دارن داستان میذارن. اینا کمک میکنه به نظرم. و یه پروژه هم تعریف کنید و اون داستان پدر و اینا که گفتم و هی یادش بگیرید. خلاصه هی سعی کنید تو این فضا بمونید و قویش. کلا اینایی که گفتی خود اصفهانم بچهای خود دانشگاه اصفهان محمد امین دادگر که چند هفته پیش باشون همین میتو داشتیم،
ایشون مثلا یه AI توک تشکیل داده بودن، این شکلیه که به صورت حضوری پویتک جمع میشن بچه‌ها و یک نفر پرزنت میکنه و بعد از اینکه پرزنتیشن تموم میشه بچه‌ها گپ میزنن، در رابطه با اخبار هوش مصنوعی صحبت میکنن و در رابطه با مدل‌های عالیه. خاص هوش مصنوعی. چیز مثبتیه، فکر کنم یک خیلی شنبه مثبت. است. و یه چیزی هم که هست، خود شریف یه LLM کلاب داره که من جدیداً خودم وارد شدم، برای دانشجوی شریفه و خیلی تخصصی. این شکلیه که مثلا با بعضی از ریسرچرهای مثلا لبای آلمان یا خارج از ایران ارتباط میگن و میت برگزار میکنن و حالا اگه سرچ کنید داخل تلگرام اونم میاد LLM کلابه، مثلا خود شریفه. مرسی معرفی کردی. اینا خیلی خوبن. آره. اینا خودشون انگار یه رودمپ زندن. میدونی تو اون میشرو ترندا رو میبینی، آینده رو میتونی ببینی داره به کجا میره. خیلی کمک میکنه. من بهترین لینکش هم بزنم چون این واقعا چیز مثبتیه و شاید بچه‌ها راحت پیداش نکنن. چون اینا خیلی هم میدونید ویدیوهاشون کمه، دیده نمیشن خیلی، چون یوتیوب درست نوشتم. آره چون خیلی تسک اسپسیفیکن. آره مخاطباشون آره. کمن ولی چیزای قشنگیه. بازم خیلی مرسی. یه بچه اگه سوالی دارید حتما بپرسید، اگه میخواید میک باز بکنید و یعنی من همین جوریش هم یه ساعت و این وقتتون گرفتم. آره خیلی نمیخوام باز اذیتتون بکنم. خواهش میکنم. از محمد امینم خیلی متشکرم که استارت این کارو زد. یعنی ما اینجوری بودیم که گفتیم بذار این میتا رو برگزار کنیم، چیز مثبتی میتونه ازش در بیاد از طرف انجمن هوش، و محمد امین قبول کرد و اولین میتو ما داشتیم با محمد امین و در رابطه با چیزای کلی هوش مصنوعی صحبت کردیم، بحث تفاوت آکادمیکش و بحث شغلیش و بچه‌ای که حالا اونا ندیدن ما لینک یوتیوب میذاریم که نگاه بکنن. و خیلی ممنونم بازم، مرسی ازتون. قربانت، مرسی از خودت، خیلی مجری عالی هستی. ممنون که ارتباط گرفتی و پیش بردی. دمت گرم. میکنم. یه سال چت هیستوری رو داشتید شما از قبل تو لینکدین؟ چت هیستوری لینکدین من با شما نه. پس خدا رو شکر. آره ندیدم خود. حله. آره براتون بعدم میفرستم. آره و بازم مرسی از اینکه خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه دعوتمو پذیرفتید و مرسی از همتون که حضور داشتید داخل این میز. ما امروز آخه IoT هم داشتیم، یه کنفرانس IoT داخل دانشگاه اصفهان داره برگزار میشه و بچه‌ها اکثرا اونجا بودن و گفتن که منطقیه. آره نمیرسن. ضبط میشه احتمالاً بعداً ببینن. بازم دست کنفرانس خیلی خوبیه. ممنونم ازت، مرسی، باعث افتخار بود. امیدوارم که همه موفق و مؤید باشید و خلاص اخبار موفقیت تک تک بچه‌ها رو بشنویم همینطوری. خیلی بزرگوارید، مرسی. قربانت، سلامت باشین. خوشحال شدم. خواهش میکنم. بچه‌ها خسته نباشید همگی. از مهدی هم ممنونم بابت سوالای خوبی که پرسید و دمتون گرم دیگه. مرسی از همه. میتو دیگه آروم قطع کنم. فعلا خداحافظ. خدا نگهدارتون باشه.